میخپن لباسی زنانه اسلامی میپوشن و یک دزد را میخپن ریشش میمونن و یا اینه که یک ملای را میخپن میبرن یک دختر را میپرتن و تجاوزش میکنن. اساسی همین انجام کار اینها یعنی این همین کاری که عین حال کرده شد یعنی به شأن شرفی محجبه ها را و یا اینکه دیندارا را از بین بردن. این یک قاعده خیلی روشن و آشکار است که در قرن 19 آغاز پیدا کرد. مده‌گرایی یعنی عادی سازی یک کار. وقتی که در عصر 19 وقتی خواستن که فرهنگ لباس را در غرب عادی کنن، اینها مانند فیلم های مثلا تئاتر مثلا گالیوود هالیوود این چیزا را ساختن تا اینه که فیلم های جالب در اونجا بسازن که از اون فیلم ها لباس های برهنه متفاوتی در بدن دخترها و زنها و مثلا مردم باشد و اینها وقتی که زیاد فیلم تماشا میکنن خب یک نفر مشهور میشه و وقتی لباس عادی میشه دیگه تر دختر تام زن تمام میگن میگن نه داره منم میپوشم، این عادی میشه و مردم با او جرأت میکنن همون چیزا میپوشن. اما چرا حکومت رحمان رو کار میکند؟ حکومت رحمان طبیعی است که با این کارش کار میکند. یکم وقتی که یک ملا را در مابین مردم شأن شرف آبروش را به زنا کردن و بد گفتن پس میزند، مردم دیگه در چهره ملاها یک زناکار، یک فسادکار، یک دزد، یک دروغگو میبینند و اعتماد آنها بر روحانیت از بین برده میشه. این یک نقطه. نقطه دیگه وقتی که لباس های دینی یعنی که زنها را لباس های مثلا محجبه را بد میکند، مثلا نشان میدهد که یک دختر با لباسی مثلا محجبه تنگ پوشیده در یک کنسرت مثلا یک سراینده تمام بدمعاشی را میکند، رقصای بزرگ میکند و او را در تلویزیون تاجیکستان در تلویزیون رسمی او را نشان میدهند و نسبت او بد میگن. ببین زنی که مثلا چیکار میکنن یا اینکه حجاب در سرش داره و یا اینکه یک فاحشه را دستگیر میکنن، اون فاحشه را روسری میپوشن بعد میبرن در سایت دوشنبه پلیس دوشنبه چیکارش میکنن. این اساسش همین است که مردم یعنی زنها وقتی که اینها را میبینن باید احساس کنن که کسانی که امروز روسری دارن و یا اینکه میپوشن اینا فاحشه هستن و بدمعاشن. یعنی در چهره زنهای لچ یک چیزی عادی را ببینن و در چهره محجبه ها یک انسان چی را فاحشه و بدمعاش را. به همین اساس این برنامه ای است که از عصر 19 از اول عصر 19 آغاز یافته است. یعنی عادی سازی یک کار، عادی سازی فساد، عادی سازی دزدی، عادی سازی لباس، عادی سازی همین فرهنگی که امروز دارن در جامعه ما و واقعا به این کار نویل گردیدن. امروز در تاجیکستان وقتی که یک عالم دینی اگر یک جا امری معروف کنه 100 نفر تماشاش نمیکنه و 100 نفر جمع نمیشوه، ولی یک بدمعاشی مثلا قدم قربان، نمی سوریا و دههای دیگر یک کنسرت در یک جا گذارن میلیون ها آدم در اونجا جمع میشوه. این نشاندادی چی است؟ نشاندادی بدمعاشیدن و بدمعاش کردن و سنتی گردانیدن این همین فساد، این همین مده‌گرایی در جامعه ما. اینو به این موفق شدن و این کار واقعا هم کردن و اگر سری چونین یک روحا گرفتن نشود و این بدتر و بدتر می شود و در چهره روحانیت ما غیر از دزد هیچ چیز دیگه ای را نمیبینیم. به خاطر اون چیزی که اینها هر روز دارن بالای چیز کار میکنن، هر روز یک فاحشه را میخپن لباسی زنانه اسلامی میپوشن و یک دزد را میخپن ریشش میمونن و یا اینه که یک ملای را میخپن میبرن یک دختر را میپرتن و تجاوزش میکنن. همین حتی در زمان گذشته همین برادرای نهضتی ما را ملاحظه بعضی هایشان را در تلویزیون نشون دادن. وقتی که ما با اونها نزدیکتر شدیم و گفتیم چگونه همین کارها رخ داد، اینا میگویند که این انسان ها زن گرفتن، همون کسانی که اینا را نوار گرفتگیان یعنی زنی نکاحش است، زینش گرفته است، نکاحش داره و اون اومده است امنیتی بده است و همون امنیتی در همون خانهش شوهر خودش با خودش کامera کرده است و بوده در اداره پلیس سپرده است. یعنی امنیتی را آماده ساخته تا برای چی؟ برای از بین بردن آبروی همین شخصیت ها، کسان روحانیت. چون اکثریتی اهل ریاست حزب نهضت اسلام عالمای دینی بودن و با خاطر شأن شرف اینا رو از بین بردن این کار رو انجام دادن وگرنه در انتخابات سال 2012 بالاترین رأی را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان داشت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر، امیدوارم هر سلامت باشید. بچه‌ها صدای ما هست در یوتیوب و فیسبوک، صدای ما شنیده میشه بچه‌ها. سلام علیکم، امیدوارم صحت باشید بچه‌ها. صدای ما شنیده شود در فیسبوک و یوتیوب بنویسین و ان شاء الله که برنامه رو آغاز میکنیم. برادران صدای ما هست و دوستان گرامی اگر صدای ما رو داشته باشین کانال رو دستگیری بکنین، لایک بگذارین، بیشتر کامنتاری بنویسین و ان شاء الله که امیدواریم که بتوانیم بیشتر در خدمت شما قرار بگیریم و به نظرم که از همه باشه میکروفون ما میکروفون لوگوت میکروفون همیشه یاد باشه. خب یک همین است ان شاء الله. همین میکروفون، ما دو میکروفون داریم برادر، خیلی بخشش برای صدا و چون ما دو میکروفون داریم کوشش میکنیم که از میکروفون‌های دیگر سنجش بکنیم که این میکروفون کار بکنه، به خاطر که اگر میکروفون‌های دیگر کار کنن ما میتونیم صدای یکدیگر را نشنویم. خب زنده و سلامت باشید. تشکر برادران که خبر دادین و آگاه کردین که میکروفون خوب است. امیدوارم که برادران صدای ما هست در فیسبوک. بله ان شاء الله. خب همدیران و هموطنان عزیز، این ان شاء الله که برادر عبدالخلیل، تشکر برادر گرامی، برادر اووز، برادر تجمیدیه، تشکر برادر از اونی که نوشتین برای برنامه و صدا هست گفته ان شاء الله پروردگار حفظتون کنه. ان شاء الله که برنامه رو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، امیدوار هستم که هر کجایی که باشین تن صحت و سلامت باشین. همدیران و هموطنان عزیز، شما رو به برنامه 33 قدرت و حقیقت خوش آمدید میگویم و امروز با شما هستم عبیدالله سیدی و چند ساعت دیگه در این برنامه خدمت شما قرار خواهم گرفت و از تمام شما بابت نگذاشتن برنامه در روز سه‌شنبه عذرخواهی میکنیم و ما یک بیانیه ایران نشر کردیم و در اونجا سبب ها را گفتیم که ما نتوانستیم امروز در برنامه با شما باشیم و در کوتاه‌ترین فرصت این برنامه را برای شما برگزار میکنیم و پروردگار امروز فرصت رو مهیا کرد که ما بتوانیم امروز در خدمت شما قرار بگیریم و ان شاء الله که بتوانیم یک خدمت خیلی کوچکی رنگی باشد برای شما و برادران خواهران عزیزم انجام بدیم. همدیران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، امروز موضوعهای گوناگونی را در برنامه انتخاب کردیم، از جمله موضوع بحث مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان و علاوه بر این مسئله کراکوسیتی که بازرسی پرونده های اونها شروع شد و در دادگاه نیز این پرونده ها به میان آمد. ما در این موضوع صحبت میکنیم و بالاخره در دو موضوع مهم، یعنی که با هم بسیار پیوند دارن و صحبت میکنیم. اما پیش از آنکه به موضوع اصلی بگردم، من اینجا یک عکس رو در روی کارتینگی که ما اعلام کردیم در اونجا گذاشتم که از برادرای بازداشت شده. در این موضوع یک صحبت خیلی کوتاه خواهیم کرد و در موضوع دیگری که برادر ما رحمت جان که از برادران زندانی سیاسی ما که در تاجیکستان علیه و 20 سال زندان محکوم شدن و چند سال عمر خود را در اونجا میگذارن، یک صحبت کوتاه خواهیم کرد و بعد برمیگردیم به موضوع اساسی. همداران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، دوستان گرامی، همونطور که شما میدونید متاسفانه کشور ارمنستان که جزء همون سازشنامه اودیکی هست، یکی از فعالان حرکت سیاسی گروه 24 رو در هفته گذشته یا که همین هفته یعنی دستگیر کرد و این فعال جامعه مدنی عین حال در بازداشتگاه کشور ارمنستان قرار دارد و تا این زمان معلوماتی نشر نشده است که او را به تاجیکستان دیپورتاسیون کردن یا نکردن یا استرداد کردن نکردن، ولی همین قدر معلوم است که وقتی میخواست مرز را عبور کند از مرزبانان ارمنستان دستگیر شده است و بر اساس اون که در تاجیکستان تحت پیگرد قرار دارد او را دستگیر کردن. او را بر اساس همون ماده 307 اتهام میزنند و حالا معلوم نیست. بیایید از سامانه رادیو آزادی به ثبت شما برسانیم و با هم بخونیم که این شهروند در چه حالت قرار دارد. بازداشت یک نماینده مخالفان تاجیکستان در مرز ارمنستان. اسماعیل خالوف عضو گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان که فعالیت در کشور ممنوع است از سوی مرزبان‌های ارمنستان دستگیر شده است. یک نماینده پاسگاه سرحدی بگراتشانی ارمنستان روز 5 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که خالوف از طرف مقامات تاجیکستان در پیگرد است و بنابر این بازداشت شده است.
فعلا قضیه او آموخته می شود و حالا دقیق نیست که تصمیم بعدی چی خواهد بود. همش را دادگاه حل می کند. گفت هم صحبت ما و از این بیشتر اطلاع نداد. تلفن اسماعیل خلوف فعال نیست. معلوم نیست که او از کجا می اومد و هدف سفرش به ارمنستان چی بود. وی از سال 2011 با اعضای عائله‌اش در روسیه میزیست، اما سال 2023 در پی زیاد شدن تعقیب و فشار از این کشور بیرون شد. حالا خلوف چند ماه پیش به رادیوی آزادی گفته بود که بعدی صحبت در برنامه‌های مخالفان و پیوستن به گروه 24 سال 2015 بعد درخواست محکمه تاجیکستان در مسکو دستگیر شده 6 ماه را در بازداشتگاه گذراند. قضیه اسماعیل خلوف و تعقیب او در روسیه بارها رسانه‌ای شده است و دادگاه اروپا از حقوق وی حمایت کرد. خبرگزاری دولتی خاور در سال 2018 مراجعتنامه این مخالف حکومت تاجیکستان را نشر کرد که در آن گفته که با فریب گروه مخالف حکومت جلب شده و از این کار پشیمان است. خودش سال قبل گفت که این اظهارات را از ترس و زیر تعقیب و فشار نوشته بود. همونطور که شما میبینید دوستان گرامی و هموطنان عزیز، اسماعیل خلوف در ارمنستان دستگیر شد. این شخصی است که در سال 2014 بعد از آنی که مخالفان تاجیک با صدای یعنی عمر علی قواتف شهروندان عادی تاجیکستان میتونید با صدای مرحوم عمر علی قواتف به میدان برخاستن و در میدان دعوت ها رو آغاز کردن و اینجا جوانان خیلی زیادی به صدای عمر علی قواتف لبیک گفتن و با میدان برآمدن، در تظاهرات ها اشتراک کردن، در نشست ها اشتراک کردن و صحبت های گوناگونی در رادیو کانال زیلو داشتن و این باعث کرد که حکومت تاجیکستان خطری را احساس کند و در پیگرد بین المللی تمام این اشخاصی که در این نشست ها اشتراک میکنند که در زیلو صحبت میکنند انجام میدهد و این باعث کرد که خلوف در همون سال یعنی سال 2000 اگر اشتباه نکنم 14 بود 15 بود دستگیر شد و 6 ماه در زندان شد. 6 بعد از او برآمد پناهنده سیاسی این کشور را به دست آورد و موقتا در اون کشور زندگی میکرد تا اینکه که فشارها زیاد شد و همونطوری که شما در رادیوی آزادی خواندید با فشارهای تاجیکستان داده شد و بعض از موقع در مقابل مخالفان نیز صحبت‌های انجام میداد، زیرا فشارها در روسیه بسیار بسیار پرزور شده بود و بالاخره یک مصاحبه را انجام داده بود با همونطوری که در رادیوی آزادی نشر شده است با خاور یکی از رسانه‌های دولتی حکومت تاجیکستان است که او پیوسته از مقامات تعریف میکند و موقعی رسمی حکومت را چکار میکند بازنشر میکند و این رسانه سالهاست در خدمت حکومت امامعلی رحمان و در خود یعنی خدمت خانواده امامعلی رحمان قرار گرفته است و او رسانه از این نفر یک مصاحبه میگیرد و اون مصاحبه را چکار میکند به فایده خودش نشر میکند که گویا از جانب حرکت سیاسی گروه 24 این انسان به گمراهی کشیده شده بود و این نفر فریب خورده است. ولی بعداً وقتی این نفر از روسیه را ترک کرد، بعد از اومدن به کشورهای امن در اونجا ذکر کرد که اون مصاحبه زیر فشار مقامات تاجیکستان بود و اگر این مصاحبه را انجام نمیداد و اون حرفایی که در مقابل مخالفان بود نمیزد، او باعث میگشت که ایرا به تاجیکستان استرداد کنند و به همین سبب چکار کرد این حرف رو در اونجا زد. و حالا من نمیدونم در کدام کشور قرار داشت و چرا این نفر سفر کرد به ارمنستان، ولی می شود تحلیل کرد، پیشگویی کرد که این نفر در کشورهای نزدیک کشور ارمنستان قرار داشت و شاید با اسنادهایی که در کشوری همسایه ارمنستان و کشور دیگه مشکلات داشته است و به همین اساس فکر میکنم که به کشور ارمنستان سفر کرد که کشور ارمنستان میخوشت همونطوری که شما میدونید عضو ODKB هست و یک نفر رو دستگیر کرد. حالا قضیه این نفر معلوم نیست که قضیهش تا کجا ادامه می‌یابد، ولی همینقدر ما میتونیم بگیم که ما امیدواریم که کشور ارمنستان که امروز مخالف تمام اون دادگستری که در روسیه است، در تاجیکستان است، در کشورهای عضو ODKB هست، این باعث می‌گردد که این مخالف تاجیک رو به تاجیکستان استرداد نمی‌کند و او را رها می‌گرداند. ما از اینجا نیز طلب می‌کنیم که کشور ارمنستان در کوتاه‌ترین فرصت به حق این نفر رسیدگی کند و این نفر رو همچون یک پناهنده سیاسی معرفی بگرداند و از بازداشتگاه رها بگرداند، زیرا در صورت بازگشت به تاجیکستان معین مشخص است که زیر فشار و شکنجه قرار خواهد گرفت و به زندان طولانی روانه کرده خواهد شد. و همین اساس ما از تمامی سازمان‌های جهانی و
کشورهای بالقدرت و دیگر کشورهایی که با نفوذ هستند در جامعه در جهان طلب میکنیم که فشار حد اکثری بر ارمنستان و تاجیکستان بیارن که این نفر در کوتاه‌ترین فرصت آزاد شود و به نزدیک خانواده‌اش که بسیار خانواده کنان هم دارد به اون برگردد. این بود دوستان گرامی در قضیه اسماعیل خالوف که همونطوری که من گفتم برای شما یک معلومات کوتاه خواهیم داد. برمیگردیم به موضوع دیگری که با ما ربط دارد، موضوع دیگری که ما گفتیم خیلی کوتاهی در این موضوع صحبت میکنیم. این موضوع قضیه رحمت جان محمد جان است. یکی از دوستای نزدیک من، یکی از برادران، یکی از کسانی که بسیار من احترام خاصی دارم و عکسای زیادی را با هم داشتیم و شناسایی ما با رحمت جان محمد جان خیلی یعنی وقت دارد و ما واقعا با رحمت جان محمد جان با هم یعنی در مسکو آشنا شدیم و در مسکو با هم مبارزه بردیم. بعداً بارها من رحمت جان محمد جان را در خارج کشور بازم دیدم و خب ملاقات‌های زیادی داشتیم با ایشان. ولی به هر صورت بعد از این مشکلاتی که متاسفانه آمد و رحمت جان محمد جان دزدیده شد و به تاجیکستان برده شد. حالا رحمت جان محمد جان در زندان تاجیکستان بعد 20 سال زندان محکوم کرده شد. رحمت جان محمد جان متاسفانه از جانب کشور فدراسیون روسیه به تاجیکستان نه تنها اینکه استرداد کرده شد بلکه فروخته شده بود. ما یک بیانیه نشر کردیم در سامانه رسمی سازمان جهانی برای تاجیکستان که من این سامانه رو، این بیانیه رو در اینجا من برای شما میخوانم و فکر میکنم که این دیگه به این اکتفا بکنیم، چون این بیانیه بسیار من نشستم تلاش کردم زحمت بکشم این بیانیه بسم تو اینه که برادر ما امروز روز داشت، یعنی روزی که ما ایران نشر کردیم. من میخوام که هیچ وقت یک زندانی سیاسی و کسی که مخصوصا جوانایی که برای این ملت، برای این کشور جان فدایی میکنن و زن و همسر و یعنی فرزند ندارن و اونها پشت پنجره میرن بیشتر گفته شود، زیرا اونها واقعا نیاز به اونی داشتن که بتوانند در یعنی اولین نقطه زن بگیرن، یعنی فرزند داشته باشن، حد امکان آینده نسلشان ادامه کنند، ولی به خاطر این ملت اون رو نگاه نکردن مبارزه بردن. خب بیا این بیانیه رو میخونیم و برمیگردیم بعد ان شاء الله به موضوع اساسی که ما داریم. امروز نه تنها روز تولد یک انسان بلکه روز تولد یک روحی بیدار، یک وجدان زنده و یک جوانمرد آزاداندیش است. او جوانی بود که با صدای حق سخن گفت، با عدالت راه خود را ساخت و با آرمان آزادی و مبارزه برخاست. ولی مکافات راستقلی و جسارت چی بود؟ دزدیده شد و با محاکمه ناعادلانه سپرده شد. پاسپورت فدراسیون روسیه‌اش باطل کرده شد و با 20 سال زندان محکوم کرده شد. سازمان جهانی برای تاجیکستان این پرونده را نه تنها یک پرونده سیاسی می‌شمارد بلکه یک خیانت رویراست از جانب دولت روسیه نسبت به شهروند خود می‌شمارد. باطل کردن شناسنامه یک شهروند کاملا حقوق قانونی و تسلیم او به یک رژیم دیکتاتوری، پایمالسازی آشکار قانونگذاری روسیه، قانون‌های بین‌المللی و اهدامه حقوق بشر است. چون این رفتار روسیه نشان می‌دهد که شهروندی در آن کشور تنها یک کاغذی بی‌معنی است، بخصوص وقتی که سخن درباره یک تاجیک می‌رود. این قضیه باز یک بار دیگر روی حقیقت تلخ را روشن کرد. ارزش و اعتبار مهاجر تاجیک را در چشم دولت‌دارای روس چگونه پست و تحقیرآمیز بودن آن را آشکار کرد. ببینید، اگر یک انسان در جوانی به 20 سال زندان محکوم کرده می شود، شما تصور کنید که به 50 سالگی یعنی که 50 سال می رسد، یعنی انسان یک وقتی زندانش کردن، رحمت جان محمد جان همگی 30 سال داشت. وقتی رحمت جان محمد جان رو زندان کردن و اگر او 20 سال در زندان بشیند، شما تصور کنید که رحمت جان محمد جان وقتی از زندان آزاد می شود حدود 50 سال یا 51 سال زندان عمر دارد. شما ببینید یک نفری که در 51 ساله عمرش از زندان آزاد می شود، چی امیدی خواهد داشت؟ این بسیار ظالمانه و ناعادلانه است وقتی یک جوان میبراید به خاطر آزادی وطنش، به خاطر ارزش‌های ملیش، به خاطر ارزش‌های دینیش، به خاطر ارزش‌های انسانیش چیکار میکنه؟ در مقابل یک دیکتاتور میستد و متاسفانه با چنین حالت دچار میشد. ولی ملت هم چیکار میکند؟ خاموشی را اختیار میکند و برای آزادی و آبادی همین فرزندان برنمیخیزد. مگر رحمت جان محمد جان پدر و مادرش فرزندشان برایشان عزیز نبود؟ مگر حیات رحمت جان محمد جان برای خودش ارزش نداشت؟ مگر
خودش مگر حیاتش رو دوست نمی‌داشت، خودش نمی‌خواست مگرم که زن فرزند داشته باشد، خانواده داشته باشد، مثل همه شما کار کنه در زندگی. ولی او یک چیز داشت، وجدان و جسارت. نمی‌خواست که هر اینا رو از دست بدهد. وجدانش اذیتش میکرد و جسارتش کارش میکرد، برای جسارت میداد که در مقابل دیکتاتورها بخیزد. همدیران و هموطنان عزیز، بر اساس همین من برمیگردم با اون مشکلاتی که به مهاجران مهنتی تاجیکستان میآید. ببینید، ما در همین مقاله در اینجا ذکر کردیم که ارزش یک تاجیکستانی در روسیه در نزد دولتدارای روس امروز معین مشخص است که تا کجا یک مهاجر تاجیک در روسیه ارزش دارد. یعنی به قدر کردن مهاجران تاجیک، به قدر کردن شهروندان تاجیکستان در روسیه بدون یگان حسابات است. به حد بلند می رود، به حد روز تا روز اذیت و آزار میدهند. بیاید یک نوار خیلی کوتاهی را که در روز گذشته نشر شده بود من به سمت شما برسانم. این نوار از جانب شهلای گلخواجه در سامانه تلگرام همین انسان نشر شده است. من این نوار که چند روز پیش در رسانه‌های مجازی نشر شده بود به سمت شما برسانم. ببینید، این نواری است که ببخشید من به نظرم که باید دوباره این نوار بیارم، به خاطر که وقتی که یک بار میاری از چی نشان نمیده. من این نواراتون بیارم. همین نواری که در روی اکران خود میبینید، این نوار چند روز پیش، یعنی همین هفته، در سامانه‌های مجازی نشر شد و کارکنان امان روسیه با یکی از تشکیلات‌های خودنامی روس که میر و یا اینکه نمیفهم نجات پرستای روس با هم شکار کردن، به نزد مهاجران مهنتی تاجیکستان رفتن و اونها را شکار کردن، دستگیر کردن و برخورد اونها را با مهاجران مهنتی ببینید شما. همینطور که شما در اینجا میبینید، این پاسپورت های تاجیکی هستند، جمهوری تاجیکستان. تا امروز رسانه‌های تاجیکستان و نزدیک به به حکومت تاجیکستان ادعا می‌کردند که این شهروندانی که نااحترامی کردن میشن شهروندان تاجیکستان در بین آنها نیستن، آنها شهروندان قرقیزستان و یا اینکه ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هستند. ولی همونطور که شما می‌بینید در دستانشان پاسپورت تاجیکی دارند و این حتی در رسانه‌ها نشان میدن نزد کامera تا اینو که آشکار به حکومت تاجیکستان نشان میدن که اینا شهروندان شما هستند. به علاوه همین نسبتشان چنین برخورد بد میکنن، چنین برخورد بد میکنن که این برخورد بد باعث میگردد که افراطگرایی و تروریستی در هر منطقه تاجیکستان و در هر بدنه شهروندان تاجیکستان بیشتر و بیشتر شود. وقتی که چنین برخورد با یک شهروند تاجیکستان میکنی، اون چگونه باید برخورد با تو بکند؟ چگونه یک شهروند تاجیکستان میتواند برخورد بکنه؟ بیاید من یک چیز دیگه رو برای شما نشان میدم. این مسئله ای است که من بیشتر میخوام با شما صحبت کنم، موضوعی که بسیار بسیار مهم است. ببینید، وقتی که چنین برخورد به تاجیک انجام داده می شود و عاقبت چنین برخورد چی می شود؟ این عاقبت این برخورد است. وقتی شما یک شهروند رو احترام نمیکنید، حقوق او را رعایت نمیکنید، حالت به اینجا میزنید. این حالت تاجیک است. ببینید، زیاده از چند تاجیک در همین حادثه امروز گمانبر دانسته می شود. این مقاله بسیار مقاله عمیقی است که نشان میدهد که فشار حد اکثری روسیه بالای مهاجران مهنتی تاجیکستان و علاوه بر این فشار حکومت جمهوری تاجیکستان به همین مهاجران مهنتی باعث میگردد که اینو خودشون چیکار بدونن؟ جزئی همون پس زده، یعنی پسترین انسان ها و شهروندان بدونن که در جهان وجود دارند و مخصوصا در فدراسیون روسیه. این باعث میگردد که همون افراطگرایی، همون بدبینی نسبت دیگران پیدا میشد و اون کسایی که
امروز میخواهند تاجیک را نامش رو پس بزنن، از همون عقیده نازک که اینا استفاده میکنن و اینها رو میبرن چیکار میکنن؟ دچار خودکشی و دچار چی میکنن. بیا این نفر رو ما، این قضیه رو ما از رادیوی آزادی گوش بکنیم. خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافعه زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهری مسکو صورت میگیرد. در حمله تروریستی و کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس صدا خوب است برادرو؟ 149 نفر کشته. صدا خوب است برادرو؟ خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافعه زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهری مسکو صورت میگیرد. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام می شود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمس‌الدین و سید اکرم رجب‌علی زاده 4 مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده، گفتند که آنها عضو حلقه خراسانی گروهی دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین و تالار کنسرتی کراکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را با گمانبر می‌دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسکی داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نویدی از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بیرحمانه 4 مهاجر تاجیک بعد حمله این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوش یکی از آنها را بریده مجبورش کردند که آن را بخورد و تن دیگری برق ماندند و سومی را به حدی زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده از سلفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده می‌برند. گنادی گودکوف، افسر سابق کگب و وکیل مردمی سابق روسیه با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوص روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوعی بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمیکنم که این را یک گروه تاجیکانی انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند. روز 4 آگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت؟ اگر ما مراجعت کنیم لازم کنه شاید مراجعه است اوضاع است شاید باید در شرطی که اگر در اونجا حاضر باشیم. مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند. خب دوستان گرامی، این نقطه بسیار مهم است. شما یک بار ببینید، این نقطه بسیار مهم است که در همین مرافعه از حکومت تاجیکستان هیچ گونه شخص اشتراک نکرد، یگان نفر. ببینید اینجا چند نقطه رو ما از رادیوی آزادی که در اینجا نه گفتن ما خودمون میخوانیم، زیرا اونا زیادی چیزها رو در اینجا در نوار نگفتن، چون ما بیشتر خوبتر میخوانیم. خب ببینید در اینجا کریم جان یوروف، حقوق شناسی تاجیک چی میگوید؟ ببینید کسی که از حقوق مهاجران صلح دفاع میکند و این مسئله رو از اونجا میگه. اگر حادثه کراکوس سیتی رخ نمیداد، بعد حمله به کراکوس سیتی هال در روسیه موج مهاجر بدبینی بالا گرفت. چندان قانون‌های ضد مهاجرتی قبول شد، از جمله تحصیل فرزندان مهاجران را در مکتب‌ها محدود کردند، یعنی منع کردند، کمتر کردند. با گفته حامی حقوق کریم جان یاروف، بسیار از شهروندان تاجیکستان از روسیه می‌روند چون زندگی و کار خطرناک شده است. یاروف گفت در کشورهای دموکراتی این حالت هیچگاه رخ نمی‌دهد. اگر نشان داد در زیر شکنجه گرفته شود آن اعتبار ندارد، ولی در روسیه این گونه نشان داد را قبول دارد. من این آدمان را حمایت نمی کنم، نمیدانم آنها گناهکارند یا نه، ولی در کشورهای درست و متمدن شکنجه منع است.
شخصانی که همچون شریک در جنایت نامبر شدند هر کسی میتوانست در جای آنها باشد. آنها را گناهکار میدانند که در هر یک قهوه‌خانه در بازار همراه تروریستان احتمال خوراک خوردند. در ما همین خیل قبول شده است که به همدیگر سلام میدهیم. حتی آنها گناهکار دانسته میشوند که به این افراد خانه اجاره دادند. نفران بازداشت شدند که به اینها ماشین فروخته است. کدام آدم سالم فکر ماشینش را برای انجام چنین عملی تروریستی میفروشد؟ برای چی مالک کراکو سیتی هال جناب اگلاروف مسئولیت هلاکت این قدر آدم را به دوش نمیگیرد؟ درها بسته بودند، دستگاه‌های شمالدهی کار نمی‌کردند، پاسبانان نبودند. در حالت‌های مقرری در وقت گذرانیدن کنسرت کارمندان پلیس به سلاح می‌ایستند. برای چی آنها نبودند؟ و اینکه چرا از این نزدیکترین شعبه کارمندان پلیس نآمدند؟ من میدانم که در نزدیک تالار شعبه خورد پلیس است. برای آنکه چند مراتب آنجا بودم من حس میکنم که متهمان را در این کار سیاه استفاده کردند. ببین این نقطه بسیار مهم است. وقتی که یک نقطه ها را ذکر میکنند این مسئله ها را باید شما بررسی کنید و تحلیل کنید و ببینید که چرا چنین میشود. ببینید میگه که برای چی مالک کراکو سیتی هال جناب اگلاروف مسئولیت هلاکت این قدر آدمان را به دوش نمیگیرد؟ سبب دارد. چرا مالک همین نفری که همین ساختمان را اجاره اش را میگیرد و این نفر این قدر باید در اونجا آدمان رو جمع، چرا باید محافظ نیاورد؟ در کجا بودن؟ ببین میگه که درها بسته بودند، دستگاه‌های شمالدهی کار نکردند، پاسبانان نبودند. در حالت مقرره در وقت گذرانیدن کنسرت کارمندان پلیس با سلاح می ایستند. برای چی آنها نبودند؟ برای چی همین پلیس ها نبودند؟ یه حالت دیگه باشد محافظ یا اینی که اخرانیک ریختگی است، پلیس ریختگی است. در یک جور راه رفتن نمیتونید. در قد مترو هر روز پلیسای شما ایستاده همین قدر مردم رو نگاه میکنن، اصلا دنیاش رو نمیمونن شو راه بروند مستقلانه. خود در وقتی که در اونجا اکثریت جمع میشوند در وقت یک کنسرت. کی باید پاسخگوی این چنین حالت ها باشد؟ وقتی که ما میگوییم که شک شبهه وجود دارد، پس میبینیم که فردا یک پرونده جنایی بازدید میکنن، میگن در قضیه دادگاهی فلان و فلان کردن، دخالت کردن و تهمت زدن. ولی شما بیاید اثبات کنید که چنین نیست. شما بیاید از کامراهای نظارتی نشان بدهید که در اونجا اخرانیکا و پلیس ها وجود داشتن. شما بیاید نشان بدهید که پلیس ها از نزدیکترین اداره پلیس به اونجا آمدن. شما تکنولوژی پیشرفته داره، شما میتونید این چیز را برای ما اثبات بکنید اگر بخواید. پس بیاید اثبات کنید اگر نه. در بابت مهاجر بدبینی این چیزها همیشه در روسیه بود، ولی بعد حمله به کراکوس به طور نظررس زیاد شد. بسیاری ها تلاش میکنند که یگانه راه دیگری یابد. بسیاری ها از مهاجرت به اروپا میروند، یک قسمشون به امریکا میروند، ولی باز یک قسم زیادی توکل میکنند. کره جنوبی با یک مکان مشهور تبدیل یافته است و بسیار آدمان حالا در قزاقستان کار میکنند. در آنجا الکی بیش از 1 میلیون مهاجر مهنتی هست. مناسبت با مهاجران در روسیه همیشه بد بود و اگر حادثه کراکوس رخ نمیداد، مقامات باز یگان راه دیگر را فکر میکردند. یعنی باز هم کوشش میکردن که به جای کراکوس یک راه دیگر را بیاندازند و مهاجران تاجیک رو پس بزنند و کار کنند که همین بدبینی نسبت مهاجران مهنتی تاجیک پیدا شود و اینا را چکار کنند؟ از اینجا به درغه کنند. چرا چنین میکنند؟ اساس دارد. در اینجا این کارشناس نتوانست زیادی مسئله ها را بررسی کند، ولی زیادی مسئله های دیگری است که به ما تاجیکا ربط دارد. مسئله های دیگری که به ما ربط دارد که در اینجا گفته نشد، مسئله ای است که این بعد از کراکوس سیتی مهاجر بدبینی
تنگ کردن مکان جای کاری مهاجران و زیست آنها در فدراسیون روسیه زیاد شد و این باعث گشت که زیادی مهاجران را چکار کنن؟ پشت پنجره بکشن ببرن و از پشت پنجره بردن چکار کنن؟ به جنگ اوکراین بکشونن ببرن و یا اینکه فشاد حد اقلی را نسبت اینها زیاد بیارن که چکار کنن؟ بروند در جنگ در اونجا دست طرفداری روسیه بجنگن. تمام اساس ها مجبور ساختن مهاجران مهنتی است تا اینه که همچون یک چوب برن در جنگ اوکراین این مهاجران را استفاده ببرن. امروز زیاده از 10,000 تاجیکستانی می رود در جنگ اوکراین می جنگد از طرف روسیه. همه اینها از کجا آمدن؟ چرا اینها همشون میرن در اینجا می جنگن؟ اساس دارد. اینا به اختیار خود نرفتن، چون بالای اینها فشار آورده شد. یکی اش را گفتن که اگر تو نمیروی شهروندیت را باطل میکنیم، جای کارت را میگیریم، زن و فرزندت را دپارتاسه میکنیم، خانه ات را میگیریم، مال و ملک اموالت را میگیریم. دیگری اش را گفتن که بیا تو برش 5 ماه 6 ماه بجنگ، ما تو را از زندان رها میکنیم. دیگری اش را گفتن که اگر تو این کارا نکنی ما برادرت را به قتل میرسانیم و به فلان و بسمدان میکنیم. به هزار بهانه های گوناگون تاجیکا رو بردن در اینجا چیکار کردن؟ در جنگ گرفتار کردن. با وکالتداری حقوقی مردم تاجیکستان چی میگوید؟ میگوید اگر از ما دعوت کرد، از تو کی باید دعوت کند که باید بره در اینجا اشتراک کنی؟ این کاری تو است که باید بره در اونجا اشتراک کنی. از حقوق این مهاجر باید دفاع کنی، از حقوق مردم تاجیکستان دفاع کنی. این کاری تو است. تو برای چی معاش میگیری در اونجا؟ تا اینه که هر 6 ماه بعد یک بار بیای بشینی و یک خبر بدی که در اونجا گزارش بده که من اینجا نشستم و هستم و حضور دارم. حضور بودن تو برای مردم مهم نیست. کار کردن تو برای مردم مهم است. عمل کردن تو برای مردم مهم است. معاش این مردم رو که میگیری، پول این مردم رو که میخوری. حرام خورا اینقدر زیاد شدن که متاسفانه ما راهمون گم کردیم. این اکمین موضوع بود که ما در برنامه، من فکر میکنم که هر یک موضوع 30 دقیقه کافی است که در بارش صحبت کنیم، چون اگر موضوع ها را زیادتر طولانی تر صحبت کنیم و امکان داره که خسته کننده باشد و حرفای زده شود که اون حرفا ناجا باشد. ولی به هر حال از همه برادران و خواهران خواهش میکنیم که تمام تلاش کوشش ها را بکنید که در وطن جایی که برای خودتان تامین کنید و به وطن بر بگردید و در کشورهای خارج از جمله در فدراسیون روسیه زیاد زندگی نکنید و کوشش تلاش کنید که همون امکانیتی که دارید از همون امکانیت استفاده کنید و چند پول را برای خود جمع بکنید و برید در تاجیکستان یک تجارت است، یک راه دیگه راه اندازی بکنید و در وطن خودتان کار بکنید و حد یک امکان نتوانید به کره جنوبی و ژاپن و دیگر کشورهایی که برای شما میتوانند کار بهتری تامین کنند به اون کشورها در اون مهاجرت کنید. خب کشوری بریتانیای کبیر، آلمان، آمریکا امروز هم بسیار مهاجران مهنتی تاجیک را قبول میکنند و میشود به راههای گوناگون به این کشورها اومد کار کرد. پس راههای دیگر را بیاموزید، ولی در فدراسیون روسیه زیر ظلم و ستم قرار نگیرید که این عاقبت خوبی ندارد و همطوری که شما میبینید عاقبت اینها فقط شأن و شرف ملت رو پس میکنند و شما را به قربانی میبرند، میرسونند که قربانی جنگی و ارزش های همین مردمی فدراسیون روسیه خواهید شد. این چند نکته بود که در موضوع اول ما دوستان و هموطنان صحبت کردیم و انشالله که برمیگردیم به موضوع دومی که ما گذاشتیم. مسئله دومی که ما برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر صحبت میکنیم موضوع مرزی است. موضوع مرزی داغ شد. بعد از اون داغ شد که در 6 ماه سال اول ما دیدیم که فعالیت های بعد از اون که علامت گذاری در مرز نقطه گذاری کرده شد و طرف ها به خلاصه اومدن که ما در تمام نقاط یعنی به خلاصه اومدیم حل فصل کردیم و هیچ جایی بحث برانگیز در مابین این مرزها دیگر وجود ندارد. و بعد از 6 ماه کاری که اینها با هم کار کردن و بعد از اون که دیگه باید سیمخوار میکشیدن، حال جایی که بود راهسازی میکردن،
6 ماه گذشت و بعد از این 6 ماه ما دیدیم که در حساباتی که زیادی رئیسان، زیادی وزیران، زیادی اشخاصایی که تعلق داشتن به همین مرز حسابات دادن و این حسابات 6 ماهی که امام رحمان رو خودش امضا کرده است که هر یک کارخانه باید 6 ماه پس مخصوصا اداره‌های دولتی باید گزارش بدهند و در همین گزارش‌های 6 ماهه‌شان با رسانه‌ها نشسته بودن. اخبارهایی نشر شد که ما امروز در موضوع در همین مورد صحبت خواهیم کرد. در اینجا ما می‌دونیم که قرقیزها یعنی حکومت قرقیزستان از پیروزی خود در علامتگذاری بسیار صحبت کردند و مخصوصا رئیس کمیته دولت امنیتی ملی قرقیزستان قمچیبک توشیف در پارلمان یک صحبت داشت و در اون پارلمان بسیار با یعنی خوشحالی ادعا کرد که ما توانستیم تاجیکستان رو قانع بگردانیم که اون خریطه سال 1924 که تاجیکستان در دست دارد اون خریطه اشتباه است و ما از خریطه های دیگری استفاده کردیم و زمین های خود رو پس گرفتیم. حالا طرف تاجیکستان با بعضی از اشاره ها ادعاها کردن که نه چنین نبود، ولی به هر صورت ما یک موردی یعنی رسمی از جانب تاجیکستان یعنی که معلومات داده باشند در دست نداریم و دقیقاً نمیدونیم که آیا واقعاً هم زمین های تاجیکستان بر اساس کدام خریطه امروز علامت گذاری کرده شدند و آیا زمین تاجیکستان به قرقیزستان داده شده است یا نه، این را دقیقاً تا امروز معین نکردند. ولی سر صداهای اخیر نشان می‌دهد که تا حال معین کردن جایها مشخص نیست و امروز هم بعضی از حالات‌ها بحث‌ها موجود هست و این میتواند بازم به یک ضد خوردی طرفو چیکار کنه بیارد برسونند. و حالا تا کجا مردم ما از کجا به کجا کوچانیده میشن، به کجا داده شده است و کدام مناطق خزانیده شد، تا امروز حکومت تاجیکستان تلاش و کوشش میکند که اینها پنهان بمانند. ولی بعضی از همین چیزها بر رسانه ها نشر کرده شد که ما این قضیه ها را با هم چیکار میکنیم، بحث و بررسی میکنیم. حالا برمیگردیم به قضیه اولی که در رسانه های آزادی نشر شده است، اون رو با هم بخونیم. همونطور که شما میبینید رئیس ولایت سوق در این مورد کمی صحبت کردن. ما دیگر طولانی نمیریم بخونیم، از همین رادیوی آزادی ویدیویی که نشر کردن این ویدیو رو به سمت شما میرسونم. بگم که میاد در چشم همه این کشاله شد. امروز من رجب احمدزاده رئیس ولایت سوق میگوید بر رغم 4 سال بسته بودن سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در طول 4 ماه اخیر روابط ساکنان نزد مرزی به منطقه‌های همدیگر زیاد شده است. او در نشست خبریش روز 30 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که دیگر بحث و تلاش در مرز باقی نمانده و مردم بیشتر در جستجوی مناسبتی بهتر هستند. پیشتر نیز ساکنان دهه‌های نزد سرحدی در صحبت با رادیو آزادی خواهان ساده کردن نظام رفت و آمد و ایجاد شدن گذرگاه‌های مرزی شده بودند. این مسئله به صلاحیت کمیسی آیینی دموکراسی دو دولت واگذار شده است و من باوری کامل دارم که اینها هم یک خلاصه دقیق میبرارم آیینی همین آینده چخیل به استفاده دادم. بنابر نزدیک بودن دهه‌های نزدی مرزی وابستگی مردم دو جانب از همدیگر زیاد مشاهده می‌شود. دور بودن راه کنونی حتی به بازار و کار تاجران تأثیری منفی رسانیده است. اکثر ساکنان نزدی مرزی برای دیدار با دوستان و نزدیکانشان به جای راه 100 متره باید راه 100 کیلومتره را طی کنند. یکی از آنها انوره رحمان و ساکن قرقیزستان شهر کانیبادوم است. او میگوید فرزند و نبیره‌هایش در ولایت باکند قرقیزستان زندگی میکنند. راه 20 دقیقه را ما 5-6 ساعت طی کرده به نزد پیوندانمان باید رویم. توسط گذرگاه قیرغاج در ناحیه جبور رسولوف میگذریم. من بعد گشودن مرزها نرفتم. شناسنامه خارجی را نگرفتم. کارمان را شده همراه همکارانم میروم. عین حال از 7 ناحیه نزد مرزی ولایت سوق تنها در شهر اسفره و ناحیه جبور رسولوف گذرگاه مرزی عمل میکند.
در حالت گذشتن از راه غیر مقرری شهروندان جریمه میشوند و یا جزای سخت‌تر میگیرند. و گفته شهروندان پیش از بسته بودن مرزها از هر گوشه‌های نزدیک سرحدی به مانع روا می‌کردند. حالا مسئولان دولتی میگویند برای بی‌خطری ساکنان چنین حالت پیشگیری گردیده ایستاده است. از دو طرف همین پاریتت نه امروز من معین شده پنجره بندی کرده ایستاده برای امروز در دوره قانونی بین المللی هر یک دولت باید سرحدش رو سینخورتوش کند برای بی‌خطری برای امنیتی دولت همین حاضر برابر امروز همین کارها رفته ایستاده است. قبلا نعمت‌الله میرسیدوف کارشناس مسائل مرزی گفته بود که با این وجود راه‌های نزدیک کردن شهروندان نزدیک مرزی دو منطقه را باید سران دولت‌ها چاره‌اندیشی کنند تا دوستی در منطقه رواج یابد. امروز ضرور است که کشورها همین نازکی‌ها را به نظر گیرند. یعنی اگر لازم شود منطقه‌های آزاد اقتصادی یا سازمان دهند، تأسیس دهند یا خود گذرگاه‌های ایواگی پیدا شود در نزد محل‌های روز 13 مارس تاجیکستان و قرقیزستان پس از بحث‌های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1000 کیلومتر است و تا ماه مارس بسیاری از خطه‌ها بحثی به حساب می‌رفتند. بارها در نقطه‌های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرقیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث‌ها خاتمه داده است. فرزان محمدی همطور که شما دوستان عزیز گوش کردید و تماشا کردید می‌بینید که به گفته مقامات مشکلات مرزی حد خودش پیدا کرده است و دو گذرگاه عین حال برای یعنی رفت و آمد مردم قرقیزستان و تاجیکستان عملی میکنند، ولی همطور که شما میبینید ساکنان از رفت و آمد تو حال شکایت دارند. بیایید نوار بعدی رو ما از همین اخبار ما ببینیم و نوار بعدی از همین اخباری که عین حال نشر شد ما این رو به این طور برای شما بیان کنیم، این بهتر خوبتر میشه. این راه که از میانه دهه آقسوی جمهوری قرقیزستان می‌گذرد حالا یگانه پیوندگر جماعت باروخ با جمهوری تاجیکستان است. مسئولان اداره راه‌های اتومبیلگرد وزارت نقلیات در ولایت سوغ میگویند حالا برای ساختمان راه آلترناتیوی با کشور قرقیزستان به سازش رسیدند و ساختمانش به زودی آغاز خواهد یافت. در 4 سال بسته بودن مرزهای دو کشور این منطقه شاهد زدوخوردهای شدید گردیده بود. جنجال هم اینجا اساساً سر استفاده راه مشترک صورت می‌گرفت. روی چاکو قدر مشکلی فقط درآمد به وارو و یک لایه کنار شد. لایه تقریبا یعنی 255 میلیون تومان را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های خیتایی، شرکت‌های ترکی و شرکت‌های ایرانی را ما بودیم اونجا. از حساب همون دایره با کمتر وقت دارد اونجا بلندی بیتون کرده راهی نمی‌سازیم. بدون بیمار رفت آمد کردن. یعنی به گفته ناصرزاده راه دهه خواجه علا و 4 راه‌های بحثی هم به حدود تاجیکستان گذشته فعلا ساکنان دو کشور از آن استفاده می‌برند. پیشتر این منصبدار تاجیک به رادیو آزادی گفته بود که پس از بحث‌های طولانی تعمیر راهی بین دهه خستیورزی باباجان غفوری که تاجیکستان و دهه‌های بارباردوک و ارقه ناحیه لیلک قرقیزستان را هم آغاز کردند. برای تعمیر و هموار و وسیع‌تر کردن راه با رضایت ساکنان دهه بارباردوک درختان کنار آن را ریشه‌کن کردند. و جز این دیگر راهی بحثی ناحیه باباجان غفورov هم حل خویش را پیدا کرده است. روی کلوندو مقصد بودنزو یک و از یک کیلومتر در جماعت دیروتی اوچ خالچه وجود دارد و راه از تریتوری جمهوری تاجیکستان می‌گذرد و جمهوری تاجیکستان حلوق دارد. وقتی که سازشنامه به امضا رسید ما رفته و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در براتی همین
یک 12 کیلومتر موفق کردن. ما با خرید یک دخل شد آن پول رو موفق کردیم ایسابی وزارت نقد جمهوری تاجیکستان و آن رو شهروندان قرقیزستان استفاده برند. همین خیلی جای میده دیگر راهش هم نیست وجود داشتن مجبور میشن در مورد فرم باشن. این شرح و توضیح یک مسئول وزارت نقلیات تاجیکستان در حالی است که با گذشت بیش از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه‌ها و محل‌های تبادل شده را با قرقیزستان اعلام نمی‌کند. منصبداران قرقیزستان پیش از امضای سازشنامه بعضی جزئیات را آشکار کرده بودند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گردشی تاجیکستان روز 1 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاران این تصمیم را به ادامه نشانه‌گذاری سرحد پیوند داد. اون چی که شما سوال دادید بازم داد و گرفتی دیگر ما با نظرداشت اون که روند دیمارکاسیای کاری مشترک دو جانبه میباشد و با هدف خبردار نکردن پیشرفت کارها نه همه جزئیات روند در این مرحله میتوان رسما شرح داده شود. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در همه سطح‌ها به امضا رسیده تصویب شده است. تاجیکستان و قرقیزستان بحث بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری‌های زیادی که از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار این سال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. کارشناس مسائل مرزی نعمت‌الله میرسیدوف در صحبت کتبی به رادیو آزادی گفته بود که با تکیه به آنچه جانب کشور همسایه اعلام کرد دیده می‌شود که باخت زیاده نشده است و این طبیعی است که گذشت‌های از دو طرف صورت گرفته است و در یک جا کم است و در جای دیگر زیاد. ولی خودداری و درمانی منصبداران تاجیکستان در رسانه کردن سازش مرزی بعضی حدس و گمان‌ها را بین ساکنان به بار آورده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. خب دوستان گرامی همونطور که شما می‌بینید اینجا را اگر خوب گوش کنید رئیس کمیته زمین بیشتر جزئیات رو درباره علامتگذاری و یا اینکه تبادل کردن زمین ها بیان نمی‌دارد و وقتی که سوالی روزنامه‌نگاران این می‌شود که چرا طرف قرقیزستان یعنی تبادل کردن یعنی معین گردانیدن زمین و تبادل کردن کدام منطقه با کدام منطقه رو معین کردن و بعض جزئیات او رو در پارلمان آشکار کردن و چرا شما این کارو نمی‌کنید میگوید که به خاطر به خطر کردن وضعیت یعنی به خاطر سرصدا نبرومدن و جنگ دوباره است به میان آمدن و یا اینکه حالا هر چیز دیگری ما را پنهان داشتیم و در صورت کاملا علامت گذاری کردن او یا اینکه سیمخور کشیدن او را ما معین میکنیم. حالا سوال به میان میاد که اگر که شما میخواهید تا زمان سیمخور کشیدن او این رو آشکار نکنید پس اون سازشنامه‌ای که گفتید که ما کاملا به چی رسیدیم به سازش رسیدیم و کاملا معین گردانیده شدیم که کجا سرزمین تاجیکستان است و کجا نه این چی می شود؟ یا اون دروغ بود یا این دروغ است. یعنی اون زمانی که شما کاملا سیمخور کشیدید دیگر مردم خودش میداند که سرزمین تاجیکستان کجا تا کجا داده شد. اون زمان دیگر نیاز نیست که شما برای ما توضیح بدید که کدام زمین تاجیکستان رو شما بر اساس چی دادید. دیگر مردم خودش احساس میکند و اون چیز رو میبیند. دیگر عین حال برای مردم دانستن لازم است که کدام مناطق تاجیکستان بر اساس کدام سند داده شد و کجا باید داده میشد و از کجا باید گرفته میشد و اسنادهای کدام یعنی سال در اینجا استفاده کرده شد و بر اساس کدام دلیل مثلا فلان سرزمین یا فلان منطقه واگذار کرده شد، در حالی که خود رئیس کمیته زمین در همین جا چیکار میکند؟ میگوید که یعنی واروخ رو همچون انقلاب بیان میدارد، میگوید که ما با سرزمین قرقیزستان میگذریم ولی باید با گفت خودشون یک پلاکت یک راهی میسازن که شاید از آسمان اینجا زمین بگذرد و با ما همین دیهات قرقیزستان رو با کمک شرکت های ترکی، ایرانی و چینی چیکار کنیم؟ عبور کنیم، بگذریم و از انقلاب خارج شیم. ولی اگر این راه در یگان جنگ باز هم از بین برده شود، بزنند
پاروکان بازم در سرزمین قرقیزستان خودمون خواهیم دید، در حالی که اسنادهای سال 1924 نشان میدهد واضحه که این سرزمین سرزمین ما بود و هیچ وقت انقلاب نبود. ولی حالا اگر ادعای قرقیزستان را تاجیکستان حکومتش قبول کرده است، بر اساس کدام سندها خوی می شود اعتبار اون سندها رو به مردم نشان بدهد که مثلا فلان سندها مثلا با فلان در زمانی مثلا شوروی مثلا قانونی گردانیده شده بودند. می شود یکی از اینها را تو امروز معرفی کرد. چرا رئیس کمیته زمین اینها را بیان نمی‌دارد؟ چرا رئیس کمیته زمین تو امروز خاموشی را اختیار میکند و نمیخواهد جزئیات او را به مردم و ملت بیان کند، شریک بسازد؟ بیایید دوباره همین نقطه، یعنی جواب به همین پاسخ رو از زبان کمیته رئیس کمیته زمین بشنویم. خوب گوش کنیم که رئیس کمیته زمین چگونه همین رو بیان می‌دارد. ادبیاتش رو خوب گوش کنید. وقتی که ما میگیم زبان یک انسان رو خوب گوش کنید، ادبیاتش رو، فهمی او رو عمیقاً در مغز سر خودتون جای کنید که چگونه استدلال میکند، چگونه به سوال پاسخ میدهد. وقتی که شما پاسخ را منتظر بشیدید، گوش کردید، اون سوال بیاتون بیاید، اون جواب بیاتون بیاید. الکی رئیس کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان و رئیس کمیته دولت امنیتی ملی قرقیزستان با هم این سازشنامه را چکار کردن؟ امضا گذاشتن و امامانی رحمان به قرقیزستان سفر کرد با صادر جاپوروف در یک کنسرت بد دبدهات با هم نشستن. دیگر این سازشنامه را گفتن ما کاملا سازشنامه را امضا کردیم و دیگر ما زمین بحث برانگیز نداریم. این نقطه دیاتون باشد وقتی صدای رئیس کمیته دولت امنیتی ملی رو گوش میکنید و میشنوید. بیاید این رو یک بار دیگر مخصوصا همین جایش رو گوش کنید. قرار کنید جمهوری اسلامی در برابری همین گوش کنید. یک وضعیت که موبت کردن ما با خرید یک دخل شد آن پول موبت کردیم ایستادی که وزارت داخلی بود و آن را شهروندان قرقیزستان استفاده بردن. همین خیلی جای میشه دیگه راهش هم نیست وجود داشته ما معلوم میشن در مورد برابری. خب ببینید میگوید که ما با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان یا منفرش کردن یا اینکه اسفل کنانی گردانیدنی همون راه را ما انجام دادیم که قرار بود که این کار ما انجام بدیم و او چهارراه دیگر راهی نیست که بجز اینه که قرقیزها او رو استفاده کنند. قرقیزها از اون استفاده میکنند. پس وقتی که شما قرار را قبول کرده باشید و شهروندان تاجیکستان نمیتوانند، اون قرقیز تبار تاجیکستان میگوید که ما برای خشتوار من خبرگیری رفتن دختر ما یا که یک خشتوار ما 100 چند کیلومتر میروم، در حالی که 6 کیلومتر من میتونم مستقیما برم به همونجا بروم. قبلا از این راه استفاده میکنن. پس قرقیز تبارهای قرقیزهای قرقیزستان میتوانند راهی ما را استفاده کنند، ولی یک قرقیز تبار تاجیکستان نمیتواند برود فرزندش را که در قرقیزستان است خبر بگیرد، باید 100 چند کیلومتر برود. چرا حقوق با اونها داده می شود ولی حقوق به ما دادن نمی شود؟ بر اساس کدام سازشنامه شما این قرار را قبول کردید؟ شما گفتید که دیگه زمینی نیست که بحث برانگیز باشد. پس این میتواند این باره این تنش ها را به میان بیارد وقتی زمینی وجود دارد که اونها قرقیزها استفادهش میکنند در خاک تاجیکستان، همون طوری که در گذشته اومدن پرچمشان را در خاک ما زدن. بیاید دوام گپش رو گوش میکنم. این شرح بود توضیح یک مسئول وزارت نقلیات تاجیکستان در حالی است که با گذشت بیش از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محله های تبادل شده را با قرقیزستان اعلام نمی کند. منصبداران قرقیزستان پیش از امضای سازشنامه بعضی جزئیات را آشکار کرده بودند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گیاه‌دزدی تاجیکستان روز 1 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاران این تصمیم را به ادامه نشانه‌گذاری سرحد پیوند داد. اون چی که شما سوال دادید بازم داد و گرفت دیگر ما با نظر داشت اون که روند دیمار یک بار دیگر اینجا رو خوب کنید، یک بار خوب گوش کنید. اون چیزی که شما سوال دادید من اینجا دویم بار قفا میبرم، شما خوب گوش کنید، دقیقاً با اون سوالی که من قبلا کردم با اون پاسخی که من دادم در یادتون داشته باشید.
و علاوه بر این بعد گوش کنید که این چی میگوید رئیس کمیته زمین. روز 1 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاران این تصمیم را به ادامه نشانه‌گذاری سرحد پیونداند. اون چی که شما سوال دادید بعضا داد و گرفت دیگر ما با نظرداشت اون که روند دیمارکاسیون کاری مشترکی دو جانبه باشد و با هدف خبردار نکردن پیشرفت کارها نه همه جزئیات روند در این مرحله میتوان رسما شرح داده شود. خودداری رئیس کمیته زمین در حال است که ببینید میگه که یک بار دیگه گوش کنید. خبردار نکردن پیشرفت کارها نه همه جزئیات روند در این مرحله میتوان رسما شرح داده شود. نه همه اون جزئیات کاری که در همونجا کرده شد رسما نمیتواند توضیحات بدهد. چرا؟ به خاطر روند خلل نگردانیدن روندی علامتگذاری. چی خلل میرساند؟ وقتی اگر شما واقعا زمین تاجیکستان رو داده باشید و خلل میرساند دیگه. در وقت سیمخور کشیدن هم که شما مجبورید زمین مردم تاجیکستان رو بکشانید از اونجا به یک جای دیگر و یکی چیز خودش خلل میرساند دیگر. این که میتواند به مردمی همون منطقه ضربه بزند دیگر. حالا کاری شما کردید که نتیجه ندارد، گذرگاه‌های شما کم است، دیدید که به کسایی که میخواهند فرزندایشان رو نزدیکایشان رو بروند خبر بگیرن ضرر رسانیده ایستاده است. با جای 6 کیلومتر 100 کیلومتر 150 کیلومتر رفته ایستاده است. حالا کی ضرر رسانیده ایستاده است؟ پس باید که فکری که ما میکنیم همچون کسی که در حکومت کار میکند باید عمیقاً باشد، باید بداند که این کار میکنیم آیندهش چی نتیجه خواهد داد. اگر هدف اون باشد که ما برای مردم خدمت کنیم پس ده ها گذرگاه در هر جای گذرگاه انجام میداده. چرا باید گذرگاه کم باشد؟ 2 گذرگاه برای 10 میلیون از این طرف 6 میلیون دیگه از اون طرف، این مگر کم نیست؟ این گونه نمیشود مبارزه بود، این گونه نمیشود در حکمرانی کرد، این گونه نمیشود. باید راست قبلی وجود داشته باشد. بار دیگر گوش کنید حرفش رو. اون چی که شما سوال دادید بعضا داد و گرفت دیگر ما با نظرداشت اون که روند دیمارکاسیون کاری مشترکی دو جانبه باشد و با هدف خبردار نکردن پیشرفت کارها نه همه جزئیات روند در این مرحله میتوان رسما شرح داده شود. میگه به خاطری که این روند دو جانبه می باشد ما نمیتونیم تمام جزئیات او را رسما شرح بدیم. چرا رئیس کمیته دولت امنیتی ملی قرقیزستان در پارلمان کشورش جزئیات او را آشکار میکند؟ چرا آنها حق آشکار کردن جزئیات رو دارن، حسابات دهی رو به مردم به دپوتات هایشون دارن، چرا شما ندارید؟ رئیس کمیته دولت امنیتی ملی قرقیزستان مگر یگان کسی کلانتر دیگه ای است که حق دارد و شما حق ندارید؟ یا که شهروندان قرقیزستان کسای دیگری هستند که اونها حق شنویدن دارن و ما نداریم؟ شهروندان تاجیکستان حق ندارن بدونن که چه میگذره در سرزمینشان؟ چرا آنها باید بدونن ما باید ندونیم؟ چرا باید ما تمامی اخبارها را درباره سرزمینمون از قرقیزستان بفهمیم که کدام منطقه به کجا داده شده است از سرزمین خودمون نشنویم؟ چرا شما همه چیز را باید رعایت بکنید، این طرفای دو جانبه را آنها باید رعایت نکنند؟ شما ایشان باید شرح بدید که رعایت دو جانبه می شود. وقتی رعایت یک جانبه باشد چی لازم است به ما رعایت کردنش؟ از اون طرف که رعایت نمی شود پس شما را هم کمی توضیح بدید، حد امکان در سطح همون بختون اجازت بدید دیگر.
پارلمان اونها میتواند حسابات بگیرد در رئیس کمیته دولتی امنیتی ملیشان و پارلمانی ما نشسته است خوب چکار میکند هر کاری میخواد انجام میدهد و خوب خیال و رئیس کمیته زمین هم میاد چکار میکند میگه که ما چیزی مشترک دو جانبه داریم و نمیتونیم بر اساس این رسما چیز رو توضیح بدیم چون میتواند این روند علامت گذاری را چکار کند خللدار کند ولی اونها میتوانند چکار کنند کاملا حرف بزنن در رسانه هاشون هر چیزی که میخوان نشر بکنن بگویند که ما توانستیم تاجیکستان رو خانه بگردونیم که اون خریطه‌ای که تاجیکستان برای ما پیشنهاد میکرد غلط است و خریطه ما درست است ما زمین‌های خودمان رو بازپس بگیریم و منطق در کجا است پس گفتین اینجا یک برادر نوشته است همون اساسی چارچوب کاغذش در دستش است از همون کاغذش دور نمیرود اون چیزی را که حکومت براش اجازه داده است همون چیزی را میگه که باز میخواند از روی کاغذش الکی پاسخ هم میداند که پاسخش چی است باید از روی کاغذ من را باید بگم پیشکی تیوری دیده است به این سوال چرا چون اجازه نمیدین که روزنامه‌نگار سوال را به تیت که پیشکی ننوشته است برای رئیس کمیته زمین رو پیشکی سوالات هم می‌نویسی بعد وارد تالار میشه تو رئیس کمیته زمین باید بداند که به کدام سوال‌ها پاسخ بدهید برای همین پاسخ نوشتگی تیار مثل سوال نوشتگی تیار چیکار میکند پاسخ میدهد بیا یک بار دیگر ببینید که از روی همون کاغذ هم که حالا درست نمیخواند به هر صورت بیا یک بار دیگر هم گوش کنید با قرقیزستان اعلام نمیکند منصبداران قرقیزستان پیش از امضای سازشنامه بعضی جزئیات را آشکار کرده بودند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گردیزی تاجیکستان روز 1 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاران این تصمیم را به ادامه نشانه‌گذاری سرحد پیوند داد. اون چی که شما سوال دادید بازم داد و گرفت دیگر ما با نظرداشت اون که روند دیمارکاسیون کاری مشترکی دو جانبه باشد و با هدف خبردار نکردن پیشرفت کارها نه همه جزئیات روند در این مرحله میتوان رسما شرح داده شود. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در همه سطح‌ها به امضا رسیده تصویب شده است. تاجیکستان و قرقیزستان بحثی بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری‌های زیادی که از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار امسال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. کارشناس مسائل مرزی نعمت الله میرزاییدوف در صحبت کتبی به رادیو آزادی گفته بود که با تکیه به آنچه جانب کشور همسایه اعلام کرد دیده می شود که باخت زیاده نشده است و این طبیعی است که گذشت‌های از دو طرف صورت گرفته است و در یک جا کم است و در جای دیگر زیاد. ولی خودداری و درمانی منصبداران تاجیکستان در رسانه‌ای کردن سازش مرزی بعضی حدس و گمان‌ها را بین ساکنان به بار آورده است. خب این چیز را نشان میده دوستان گرامی و هموطنان عزیز همونطور که شما دیدید متاسفانه این وضعیت با اون خلاصه میرسه که در سرزمین ما هر کاری که انجام داده می شود بر اساس اجازه یک نفر است. یعنی وقتی که یک سرزمین قرارش بر اجازت یک نفر است هیچ وقت پیشرفت نمی‌کند. یعنی در تاجیکستان امروزه فقط یگانه کاری که میکند امامعلی رحمانov هر اجازتی را که میدهد تمام زیر دست و همون کار انجام میدهد. شاخه‌های مستقلی تاجیکستان کار نمیکند. مثلا شاخه سعودی کار نمیکند، شاخه پارلمان یا قانونگذار کار نمیکند، همه زیر شاخه اجراییه رفتن و اجراییه هر کاری که میخواهد. این دو شاخه قدرتمندی تاجیکستان را چکار کرده است؟ فلج کرده است و گرفته است شاخه حاکمیت زیر اونا را زیر خود کرده است و هر کاری که میخواد انجام میده.
یعنی سه شاخه‌ای که در تاجیکستان موجود بود، شاخه‌های مستقلی که میتونستن با کمک یکدیگر تاجیکستان رو اداره بکنن، از بین تقریبا رفتن. فقط یک شاخهش باقی مانده است، این شاخه اجراییه که در دست خانواده ایمانی رحمانوف و او غصب شده است و هر کاری که میخواد انجام میده. و بر اساس همین وقتی که هر هدفی را که چیکار میکند به خاطر نفع اونها است اجرا میکند. وگرنه در قرقیزستان ما میبینیم که وقتی که شوخه هاشون کار میکند، پارلمان فریاد میکند رئیس کمیته دولت امنیتی ملیشون رو و از او چیکار میکند؟ بازرسی میکند که کدام زمین رو به کجا داده، چرا این سرزمین رو شما داده، بر اساس کدام سند، و قمچیبک توشیف به اینها پاسخ میدهد. ولی در تاجیکستان چی؟ بار رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی برای حساب دادن زمین از جانب پارلمان سوال جواب کرده شد، در هیچ حساب نمیکند اعضای پارلمان رو. با به پارلمان میرود، با سوال جواب خواهد کرد، پاسخ خواهد داد. او فقط به خاطر یک نفر پاسخ میدهد، ارباب ایمانی رحمانوف. در جای دیگری پاسخ نمیدهد. شما بیاید بگویید که عبیدالله سعیدی برادر شما اشتباه میکنید، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی آمد برای علامت گذاری و برای تعیین کردن مثلا تصدیق کردن همین سندها فلان فلان خریطه را استفاده کرد و در پارلمان حسابات داد. بیاید یک بار برای ما بگه که من بگم که خب من اشتباه میکنم، من از شما عذر بخوام برای این کارم. پس در کجا هست چون این سندها؟ در کجا هست چون این گفتارها؟ در کجا هست رسانه هایی که این را نشر کردن از جانب پارلمان که ما ببینیم که پارلمان رئیس کمیته دولت امنیتی ملی ما را سید مومن یتیموف را دعوت کرد و برای سرزمین تاجیکستان را که در اونجا چه اتفاقی افتاد گزارش گرفته است، پاسخ گرفته است و اثبات طلب کرده است، دلیل طلب کرده است که کجای سرزمین را به کجا فروختید، از کجا به کجا دادید، از کجا به کجا گرفتید. باره چون این پاسخ در جای ما ندیدیم و نشنیدیم. و دقیق است که سرزمینی که ملتش خاموشی را اختیار کرده است، سرزمینی که ترس برایش حکمت میکند، سرزمینی که امروز آزاداندیشش، دانشمندش، عالم دینیش امروز حقیر شده است، هیچ وقت انتظاری نخواهد داشت که میتواند از این بحران نجات بیابد. چون ملت ما امروز همین چیز را اختیار کرده است. ملت رو نباید گفت که ملت گناهگار نیست، ملت گناهگار هست. چرا قرقیزها توانستن 4-5 مرتبه انقلاب کنن؟ چرا قرقیزها توانستن 10 پرزیدنتشون از بین ببرن؟ اسکر اکیف بردن، دیگراش بردن، اتنبیف خودش رفت، جانی بیکش هم باز گرفتن و این نفرش اومده سر قدرت. هر باری که برایشون ستم وارد کرده شد اومدن انقلاب کردن. امروز تاجیک را میبینی خچه بالاتر از قرقیز میدوند. قرقیز دولتش امروز چیکار کرده است؟ برایش تلاش میکند، برایش کار میکند، برایش را بیرقتر خرید، برایش را امروز کار کرده ایستاده است. پارلمانش امروز میاد جواب میگیرد از رئیس کمیته دولتی امنیتی ملیشون. و تاجیک بعار و تاجیکی که تاریخ چند هزار ساله دارد امروز نمیداند که سرزمینش در چه حال است، نمیداند که سرزمینش در سال 2012 به چین فروخته شد و امروز سرزمینش به قرقیزستان فروخته شد، داده شد، گرفته شد، هیچ چیز نمیداند و سوال هم نمیکند. رحمانوف رو اینجا گناهگار نکنید. گناهگار ملت است، مردم است که نمیخیزد، سوال نمیکند و برای این جرم و جنایتی که امروزه حکومت نمیکند پاسخ طلب نمیکند. دقیق است که ما باید پاسخ طلب کنیم. دقیق است که ما باید از جای منبر بخیزیم.
ملت در اینجا دقیق است که گناهکار است. ملت رو باید پاسخگوی این کار کرد. اگر سرزمین فروخته می شود، اینجا حکومت تنها گناهکار نیست، ملت به خاطر خاموش بودنش نیز گناهکار است. یا قبول میکند که سرزمینش فروخته می شود. ما در تاریخ، در آینده، نسلی که به دنیا میآید پسترین نسلی که خواهد نوشت ما خواهیم بود که پرزیدنت شو زمینشون فروخت و ملتی بودن که چیکار کردن؟ خاموش بودن و حرفی نزدن و سرزمینشون با خاموشی و فلان ها فروخته شد. و فرزندامو خواهند گفت که پدران ما چنین نفران بودن، ضعیفترین مردمی تاریخ مردم تاجیک بودن. این رو برایمون میگویند، فراموش نکنید این چیز رو. نسل ما این چیز فراموش نمیکند. آیا فکر میکنید که ما نسلی گذشته را که نتوانستند تکنولوژی پیشرفته بسازند و انقلابی یعنی شوروی اومد یا اینکه روسیه پادشاهی اومد بخارا را از بین برد و او را اسمش گذاشت انقلاب، فکر میکنیم ما این را فراموش کردیم؟ ما فکر میکنیم اون نسل فراموش کردیم که نسلی ترسو بدن؟ بله، جسورا در بین اونها موجود بود که ایستادگی کردن و جنگیدن تا توانایی خود، ولی بیشتر مردم چیکار کردن؟ طرز انتخاب کردن. پادشاهی ظالم ایستاد و چیکار کرد؟ زنبازی و ظلم کردن بالای ملت خودش و این باعث کرد که نه دولت پیشرفت کند، نه تکنولوژی پیشرفت کند، نه اقتصاد پیشرفت کند و سرزمین چیکار کند؟ سکوت کند. و این سکوت باعث کرد که سرزمین ما چیکار کند؟ به دست قرقیز بخرد، به دست ازبک ها بخرد، به دست دیگر ملت ها بخرد و از هزار منطقه ما را بگیرن برای خود چیکار کنند؟ یک پارچه سرزمین ما را بگیرن. امروز بزرگترین شهرهای تاجیک نشین در دست ازبکستان است. اثرش انمون ملت بود که خاموشی را اختیار کرد. همون پادشاه ظالمی بود که ظلم کرد و ملت ظلم او را قبول کرد و نه انقلاب کرد و نه کاری کرد که اونجا پیشروی صورت بگیرد و ملت ما در اون زمان بتواند نگاه کند. و عینی حال هم همین گونه حالت قرار دارد که فردا آینده ما در ظلم و در ستم قرار داریم و فردا فرزندای ما را پاسخگو خواهند کرد. سلام علیکم. من شروع اومدیم به برنامه. سلام علیکم. سوزن تینجن سلامتان خوب. شکر، زنده و سلامت باشید. فرمایید. برنامه تان تماشا کرده که بودم وجد ما خواستم که یک داخل شوم، یکون فکر اندیشه خودم من گفته گذارم ممکن باشد. یکون بار امام رحمان 32 سال می شود که سر قدرت آمدگی خون که آمدگی بود، همه ما میدونیم. اینا با روسیه یاردم کردگی بود، ترک یاردم کردگی بود، قرغیزستان یاردم کردگی بود، خطای یاردم کردگی بود، افغانستان یاردم کردگی بود، برای آنکه افغانستان با زمین تاجیکستان فروخت. هیچ کس هیچ نمیگه. خطای با فروخت، هیچ کس و هیچ نمیگه. ازبکستان با داد زمین یک قسمش با دادگیه. قرغیزستان با فروخت. برای چه؟ برای آنکه امام علی رحمان اهل آیلش کتی کلانش کتی یگان بار مردم تاجیکستان انسان حساب نکردگی، حساب نمیکندن، غلام حساب کردگی، نطور غلام حساب کردگی. غلام با کی یگان چی میگد؟ هیچ کس هیچ نمیگد غلام با. امام علی اهل آیلش مردم خودش یا پشش باشدن قدر قیمت نمی کند، هیچ نمیگد. دنیا چیزی میگد؟ هیچی. یگان جای به ما قدر قیمت نداشتیم، داشتیم یک محلا کدام اسرابه حاضر نه 32 سال می شود که نه قدر داریم نه قیمت داریم. برای آنکه امام علی رحمان متهمه زبان کوتاهی وقتی سر قدرت آمدگی پایتش همش یاردم کردگی، سلطتش انسانش مردگی. اینا با یگان چی گفت؟
رحمت گفت یگان چه پلاتیت کرد نه روسیه با نه خطای با نه افغانستان با نه ازبکستان با یگان کس با یگان چه داد رحمت گفت یا سر قدرت مرا آورده یگان چه گفت نه نمیگه برای چی؟ برای اون که این خودش یک نمیدانم کیم چیزی گفته میداند برای همون چیزی که میخواهد همین کار میکند ازبکستان کشید گرفت زمینه برای سالداتش مردگیش کشید گرفت قرقیزستان کشید گرفت برای چی؟ برای اون که اینا حقش میداند اینا آزاده مردمش لبای جای با مردم قرقیزستان یک شب با چپا میکند یک شب با ما چه 32 سال می شود که ما آه و ناله میکشیم 32 سال می شود که ما داد فریاد میزنیم فقط گپ میزنیم عمل و باشد نه فقط همه خاموش در دورم هم خاموش نه بیرونش هم پشت خاموش برای چی؟ برای اون که میترسد اینا به مقصد ندارد آزاد شدن نمیخواهد آزاد میشم دیگه انسان نگاه نمیکند امروز من هستم ممکن پگه من نیستم این هیچی انسان من همین دنیا با ما آمدم یک مقصد که انسان مقصد داشتنش در کار یگان چه خوب کن همین مردمت بعد چیکار کند را یاد گرد انسان خوب بود گفته انسان یا تروریست نباشد انسان یا نباشد این ملت کش زمین فروش گفته امین نکند گپ نزند انسان خوب بود برای مردم برای ملتش برای وطنش جنگید بود فخر کند مقصد داشتنش دارد مردم تاجیکستان به مقصد ندارد میترسد هر یک تشکو بیزنسمن ها 2 تا 3 تا زن دارد یک قیمت گدک دارد همش کجا بگرفته که اروپا زندگی خوشرای دارد بسیار مخالفاشم همه اهل آیلش که رفتگی 2 تا 3 تا زن دارد زندگی خوشرای دارد کوارتره کامنتگی با دچه هاش که هایکو با گسینسه ها دارد زندگی خوشرای پول آماده است این به چی در کار اهل آیلش که رفتگی اینا به چی در کار رفتن نمیخواهد رفتن میخواسته که انسان فکر میکرده که در وطنش در ملتش در اروپا خیشتوارش که عقربش که نیوره چورش که نمیرود اینا فکر کنید کم ترک یگانتش همش اکثرانش ریشش من نمی قصد سفید شدگی بس نیوره اهل آیراش که هم اینجا بعد اینا فکر میکند شما فکر کنید اینا گرجدنس و باشدگی پاسپورت دارد زندگی خوشروی اینا به چی پروا دارد سوال یگان پروا نمیکنه اهل آیلش تینج اشکمش سیر کجا میخواهد همینجا میرود چیکار خواهد همین قرض خود میکند اینا به چی در کار همین 4 تا گشنه مردم تاجیک در کار نه من فکر میکنم که در کار نیستی فکر میکرده که انسان حرکت میکند یک تا استال به میبیاد میشند هر تا استال به نمیشند یک تاش میگد که گروه من یک تاش میگد که امین کلان من یک تاش میگد که هایکو حزب من نمیگد میبیاید یک تا میشود جمع میشود ما گفته استم یکم برا ما دیگه میگم بیایتان مردم یک جای شویم بیایتان مخالفا بیایتان یک تا سال بشینیم یک جا شویم این چیز که کار نمیشد جدا انداخته امام علی جدا انداخت 32 سال میشود که جدا می اندازد و میبرد پشت پنجره میکند میبرد میکشد اینا همین کار همین که رفتاست پلان همین چیز که رفتاست حالی هم میگد کلانی من حالی هم میگد که حزب من حالی هم میگد من گروه من میگد دیگه هیچ کار نکرداست اینا فکر نمیکرد که بیایتان یک جای شویم نمیگد برای چی؟ برای اون که اروپا پول نمیتید امریکا پول نمیتید اسرائیل پول نمیتید روسیه پول نمیتید برای همون نمیخواهد اینا متهمند اینا یک جای شود ایکو
من همی پول نمیتید اینا گوش نمیماند گوشنگی با اینا طاقت نمیکند یک قیمه خیش تاور دارد کدامش طاقت میکند هیچ کس برای همون نمیخواهد من لبای من تیارم من هیچی ندارم نه خانه دارم نه در دارم 4 تا لباسم میگیرم رفتم میگیرم همینم در کار نسته را برم گرفته میرفته که انسان هیکو خانه نمیخره خیش تاورش کتی نمیرود اینا فکر میکند که پگه فردا هیکو تاجیکستان نشود شما فکر نکنید خطای با زمین فروختان اقل من اویغور نگاه کنید اویغور حلق اویغور یک دولت بود این دولت چیکار کرد غرض کرده گرفت از احوال اویغور تماشا کنید دنیا گپ نمیزند برای آن که میترسد پگه فردا کی کفل می شود که مردم تاجیکستان رنگ اویغور با این هیکو نشده می رود هیچ کس پروا نمی کند گفته حق حقوقش حاضر نیسته پگه خطای بدراید کی مادر یگان چی هسته می گفتگی نیست حلق اویغور با این نمیشه می گفته کی مادر کفل میتید شما کم ترک منم سرتان فکر کنید همین چیز به نرسیدن ملت نشدنش در کار خلق هیکو یک جا شدن در کار یک جا شده چیکار کردن در کار خدا ما را آزاد کردن ما در کار یکم اجرت خدا ما را بعد هیکو یک باره که هیکو ملت ما آزاد کردن ما در کار ملت نشود ما هیچ کس به ما نمیگنجیم هیچ کس ما را قبول نمیکند گرفتگی پاسپورتش هم هیکو کار نمیکند اینا میگد که تو برای وطنت چیکار کردی میگد نشدنی دولتت ملتت تو چیکار کردی میگد دولت من به چیکار میکنی میگد استفاده میبرد طالبان میبرد میکشد برای اون که اینا هیچ کس به در کار نیست پاسپورتش هم انلورد میکند سرسان سرگالدان شده دنیا به هیکوی رنگ اویغور هیچ کس به در کار نمیشن همین چیزا هیکو کم طرف فکر کنید بیایتان یک جا شویم یک جای نشویم هیکو هیچ کار نمیکنه دستم هیچ کار نمیبیاید ما یک جا شویم ما را شکستن نمیتاند ما جدا هستیم میبرد ترمه میکند میبرد میکشد چیزی که حقیقت همین کار کرد بیایتان همه فرق ندارد از داخل باشد درون باشد بیرون باشد فرق ندارد ما تاجیکستانی هستیم ما یک ملت هستیم ما تاجیکستان به تولد شدگی هستیم فرق ندارد تو ازبک هستی تو تاجیک هستی تو لقای هستی فرق ندارد تو قرغیزمی فرق ندارد تو در کجا تولد شده تاجیکستان با значит تو تاجیک هستی بیایی تو یک جا شویم خدا ما را آزاد کنیم آزادانه زندگی کنیم نباشد هیکو در خال ما وای می شود برای همون حرکت کردن در کار اوش دیر شده است اوش دیر هم شدگی دا اونا اتک هیکو چی میگد ناامید شیطان میگد کو من امید که دارم کم ترک باشده امید دارم امید پسلین نمیمورد آخرا امید میمورد برای همون من امید دارم حالی هم که ممکن فکر میکند و میبیاید یک جا میشویم نمیگد که من کلانی من در کار نمیگد که من نه ما یک جا شویم ملت تاجیکستان آزاد کنیم هم صاحب همه چی میشه صاحب همه چی هست شما فکر نکنید گشنه میمانم تاش نه صاحب همه چی میشیم انشالله نصیب برای همون کم طرف فکر کنید وجدانتان باشد من انسانگری گپ میزنم من دیمپینگ گپ نمیزنم انسان اینجا ما انسان هستیم انسانگری همین قچیز رحمت کلان مرا گوش کردگیتون زنده و سلامت باشید تشکر از اشتراک یا برنامه امیدوارم که انشاءالله که موفق باشید بلند باشید دوستان گرامی از اپای جراس برای اشتراک در برنامه تشکر میکنم و خانم درد دل کردن و این درد دل ما فکر میکنیم که تمام مخالف رئیسای حزب ها حرکات ها و جرایمی که این حال موجودن همه اینها به خلاصه آمدن که یعنی نیاز است برای یک اتحادیه و بدون یک اتحادیه نمیتوانند در تاجیکستان
یگون کاری را انجام بدن. این نه تنها کاری فکر کنم که یک نفر ای را از بیرون هم احساس کنند، بلکه از داخل هم فکر میکنم تمام این جریان ها خودشون این احساس هم میکنند. و مخصوصا نخدی بنده به این عقیده هستم که ما بدونی یعنی با هم نآمدن هیچ وقت نه اتحاد نه میتونیم یعنی یگان کار بکنیم، نه میتونیم دیگرگونی رو در تاجیکستان به میون بیاریم. این برداشت تنها من نیست، من فکر میکنم برداشت تمامی احزاب‌های سیاسی، رئیسای اونها، اعضای شورای اونها و همه اینها به این خلاصه هستن، یعنی به این خلاصه آمدن رسیدن و این چیزا درک میکنن. و همونطوری که ما در یک مصاحبه داشتم در تلویزیونی ازده تیوی یک نقطه رو اونجا ذکر کردم که بیشتری برادرها از یک دیگرش به یک جزئیات خیلی کوچک رنجیدن، یعنی خفن یا یک دیگرش رنجشی بعضی ها به اساس یک نقطه خیلی کوچک است، یعنی تو در کجای مرا چیزی گفتی و من از شما رنجیدم و کسی اینها رو با هم نمیارد. به همین اساس فقط یگونه راه نیاز است که بتوان این مردم رو با هم بیاورد. ولی حالا موضوع ما این نیست، ولی ما بدونیم که یک چیز درک کنیم که زمانی که ملت بیدار بود این مخالف با هم میآید. مهم مخالفین عینی حال نیستن، چون اگر مخالفان اتحاد هم شود ملت برنخیزد انقلاب نمی شود. مهم این مردم است. من امروز در این برنامه که در اول صحبت کردم مردم را گناهکار خاموشی امالی رحمان و وزل می کردم، یعنی خاموشی در مقابل حکومت امالی رحمانوف. این سبب در اون نیست که مخالف امروز گناهکار است، امروز مردم گناهکار است. مخالف با کمبودی هاش گناهکار هست که کمبودی زیادی دارد، ولی ملت امروز خاموشی را اختیار کرده است. ملت امروز در کنار بوریزی نمی ایستد، در کنار خدمتگاران خودش نیست. حالا ما یک نمونه مثال اشان رو میگیم، خب دیگه مثال مخالف فلان فلان، ولی هزارها دوراندیش و زوداندیش کسی که واقعا میخواست برای این ملت خدمت کنه با برنامه‌های روشن خیس رفت خدمت کرد، در داخل وطن بردن پشت پنجره‌اش کردن، ولی ملت حرف نزد، حتی در روز دادگاهش اشتراک نکرد. دقیق است که این آینده تو نمیتونی منتظر باشی یک دانشمند وسیع از کشورت که سالها زحمت کشیده تلاش کرده است میآید برای این ملت حرف میزنند، چکار میکنه گم میزنند. بیا کنیم برادر رو پیوست کنیم صحبت ادامه بدیم. بفرمایید. باید کار کرده شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر صوتی خوبه؟ تشکر دوستی گرامی، زنده و سلامت باشید. خسته نباشید. صدا هست دارم؟ بله صداتون هست برادر. خیلی خوب. تو گفتن من همین دارم داخل هم برنامه شما شدم. اول گوش نکردم، چون موضوع درباره چی رفت است امروز؟ من در موضوع آخری که ما صحبت کردیم موضوع مشکلات مرزی بود که حکومت قرقیزستان با هر توانایی که دارد یعنی به مردمش حسابات میتید و مردم اون منطقه بیدارن که حکومت چند مجبور ساختن که حسابات بتید. بعد از اونی که مثلا رئیس کمیته امنیت ملی، رئیس کمیته زمینی تاجیکستان در رادیو آزادی مصاحبه داد معلوم شد که طرف تاجیکستان آماده هیچ گونه یعنی به رسمیت اعلان کردن مناطقی که اینها او طرف سپاریدن یا که گرفتن نیستن، و یکی به خاطر جانب‌هایی که یعنی کار مشترک است خلل میرسونه. ولی طرف قرقیزستان به خودش اجازت میتید که رئیس کمیته دولت امنیتی ملیش به پارلمان بروه و در پارلمان با وکیل‌ها چکار کنن، صحبت کنن و جزئیات بتید در اونجا که ما فلان منطقه را فلان اسنادهای فلان سال استفاده کردیم و طرف تاجیکستان اسنادهای کهنه داشت سال 1924 که این اسنادها قابل قبول نیستند. یعنی ما در اینجا صحبت داشتیم که مسئله موضوع قرقیزستان این به اون سبب است که قرقیزها بیدارن و توانستن پرزیدنت هاشون انقلاب کنن و کسایی که ظلم کردن ستم کردن اونها را از بین ببرن و یک حکومتی بسازن که پاسخگوشون باشه. اون سه شاخه حاکمیت که سودی و قانونگذار و اجرایی است در قرقیزستان این حال حد امکان کار میکنن که می نباشد، ولی در تاجیکستان نیست.
این موضوع آخری بود که ما صحبت داشتیم دوست گرامی. بله خیلی خوب کار کردن. همون برنامه‌ای که همون سخنی که همون وزیر تاجیکستان که گفتن که شما که ما یگان سخناش یگان برنامه‌شون تماشا کردگی نیست نه قرقیزستان و تاجیکستان از نوع شما فهمیدم گوش کردم چی گفتن ما خیلی مثال کم میدونم да مثال وضعیت то что مثال در قرقیزستان چیکار میکنه چیکار میکنن چی مشکلی هست چی مشکلی نیست با مثال چیکار در خلق یعنی چون چی یاردام میکنن چی فایده میارن да آره وزیر آره مینістр آره مثال چی کار هستن да در هم قدرت مثال در دولت قرقیزستان کار میکنن ما باور که خیلی مثال інформація که من ندارم اصلا مثال چیکار بکنم اکنون ممکنه که مثال внутренний چیکار بکنم در سیاست ممکنه که هر جا مثال گفتاد فهمیده گوش کردن در کار هر چیز مثال ممکنه من نه تاجیکستان ای وطن خودم چیکار باشم نه قرقیزستان 100% مثال خیلی نه یگان چی نوستی گوش کردم نه یگان توش میفهم نه میدونم ну برای مثال ما وقت نبود وقت میشید کنش مثال وقت میفتم از 3-4 ساعت مثال گوش میکردم نمیتونم تماشا میکردم на کجا کامبودی چیکار کار کردن هر چی مثال هست که اشکا مثال کامبودی کامبودی نیست ما این را اشکا فهمیدم возможно مثال که ما یگان چیز یگان سخن کنم بسیار چیز سخن ما ممکن неправильно برای да برای ما مثال ای شما только что مثلا گپ زدیم ما شما فهمیدم چی گفتم بله ما اصلا شناسایی که دارم شناسایی هستم ای قرقیزستان میروم میان از 3-4 ماه پس میروم وطنشون میان من خیلی میپرسم شما برای همین کامبودیشون مثال چیکار باشه نباشه در قرقیزستان چیکار بگم مثال یک آدمی که مریض کسلی که میشه یک ну парно یک آدمی که نه کوریگر نه آدمی که обычный خالقی کامبغل فارما داره یک مریض میشه هر یک وقتی که همین скорый زنگ میزنن فارما رو چیزی که نباشه یا آدمی برام آدم بالنیست یک скорый میاد اگر هوا اگر دیرتر کنن کوئی قبول نکنن مریض کسلا چون داره یاد که برادر یاد بله من مشکل ندارم بفرمایید دوست گرامی به نظر زنگ تلفنش اومدن یا اینکه کارش پیش اومدن مشکل نداره و دوستان گرامی دوستان که دوستی ما برمیگردن من چند نکته دیگر را در اینجا خیلی خوب چی گفتن من که با آواز هستم مشکل نگاه کنم همین یک برادر قرقیز مرا یک ما خیلی چو پرسیدم نقل کرد سال گذشته یک شناس که یک زنک یک دختر که حامله‌دار میشه چون یک ساعت چند یک ساعت 5-10 minut دیر میکنن کار помощь دیر میکنن برای ما میگه رفتیم و چی کردیم دیگه жалоб کردیم سال همین بالا همون کوریگرایی که کار میکنن در همون کار помощь میگه هم штрафشون کردن میگه هم آدم مثال اشتراکی پول دادن همین چه بگم همین سخنی که میکنن میگذره در دولتشون در حکومتشون در همون وزیرایی که هستن در همون گوبرناتور رئیسایی که در هر شهر ولایت هستن میگذره در باری مثلا کار کرده است حکومتشون کار کرده است ما میگه دولت با پول جدا کرده شد که شما قدر کردین یا زنه که مثلا دختر حامله‌دار بود میگه دیر کردین با تیچنی میگه چند قدر چی بگم چند قدر هم جایی که خمر بی پول چند قدر دارو و کل میگه با بسپلات مثلا بی پول چیکار تامین کرده ما ایران باور که ما همه فهمیدم هست جایش که میگه کاروپسیا مثلا همون گایشنیکایی که کار میکنن در همون راهرو میگه قریب یا 50-60% میگه گوشه کاروپسیا مثلا پول نمیگیرن штраф میکنن یا برای میگه در بانک میسپوری چک تا میگیری با همراه استروک میکنن 3-4 روز چه مثلا هم باید سپوریده شود در قرقیزستان این سیستم کار کرده است ریال کار کرده است وقتی میگه اگر مثلا فرزندات بسیار باشه چه بگم اولاد کلانتر باشه ای طرف دولت کمک کرده میشه از سام دلی کار میشه وقتی میگه اون آدم کسلی داشت باشه возможность نداره مثلا کامبودی سخت زندگی سخت داره میگه میتونی برای مثلا میتونی برای میگه دعوا کنی через همون دولت چون حکومت چون через بانک پول جدا کرده میشه ای ایشا میگه کار کرده است ما همون то что مثلا چه بگم то что ما میفهمم مثلا در همین چرا میپرسم ما حیران شدم ما اول باوریم نیامد که на самом деле که دستیم در حقیقت همین کار شده است ما هم شما رو بربرام چه کارشون نشون دادم даже باور میکنی چه کار شما کیف چه کار کردن چه پول یک
یک خبر دیگر من شنیدم که حتی قرقیزها میروند از سفارتشون پول میگیرن قرض، یعنی چیزی سفارت مثلا یگون تجارت میاد مثلا انگلیا برادر پرید. من یک معلومات دیگه شنیدم که قرقیزها میان مثلا انگلیا یا دیگه کشورهای اروپایی وقتی که میخوان یگون تجارت کنن ایده فکر دورن در طور سرشون میروند سفارتشو براشون پول جدا میکنن، ای بانکو قرض میگیره باشون میتیا بانکوی داخلی همون کشور خودشون و اینا میان در اینجا تجارت میکنن، تجارت باز میکنن و همین پول بعد کشور خودشون ابران روی میکنن قرض در اونجا میتیان و این واقعا بسیار خوب است که واقعا بتونی یک شهروند تا کمک کنی، شهروند مثلا شهروند تاجیکستان مثلا این حالی کاری که قرقیزستان میکنن، مثلا شهروند تاجیکستان بیاید وقتی که یک ایده داره میتونه بیزنس در خارج بسازه که این بیزنس بتونه با اقتصاد تاجیکستان کمک برسونه، تاجیکستان باید کمک برسونه، مثلا میره از سفارت پول میگیری میو بیزنس رو اندازی میکنی و همون قرض بانک از اینجا در اینجا نمیسپوری، فایزش در تاجیکستان میسپوری، یعنی از اینجا در هم جای استودی به اقتصاد تاجیکستان کمک میرسونه، چیزی که این حال قرقیزها کرده استودیان بسیار قرقیزها میآیند از بانکاشون در همین سفارتشون میروه، همین سفارتش کار میکنه پول میگیره برای تجارتش. این کار انجام داده سعودیان برادر، یعنی اخباری که چند روز پیش رد به من رسید ولی تصدیق شده دقیقاً نمیدونم، اون چیزی که من معلومات گرفتم که اون برادر ما همین کم در خود باید شما ما رو بفهمیم ما در اینجا هر بار که ما مشکل اشتراک میکنیم برنامه میدرویم через VPN ما در می پارتای غم میگیم بسیار غم میگیم برای ما فهمیده شده در این بانک چی گفتم شما خیلی سخن کردید من نفهمیدم چه بود успеди که درآمدن نکردم مثلا سخن کردن یادش برای چی گاز زمین برای قرقیزها باید چی گفتن که در قرقیزستان هر آدمی که میخواد که یک سخن کنه برای کمبودی زندگی خودش برای مثلا یک کسلی یا بیماری یک چه بگم یک کمبودی که داره دولتش کار کرده میشه، تو است دولتش حکومتش در همون سر مهاجر در همون سر آدمی که در قرقیزستان زندگی میکنه فرق نداره و کدام ملت باشه نباشه کمک یاردم کرده میشه ای طرفی دولت قرقیزستان در حقیقت همین کار کرده است در حقیقت نه که حال این وقت چند قشه چه بگم که چند یک سال که مثال شد خیلی مثال تلکانالایی که هستن که رادیو مثال هر جا دارن پشتی چند نمودش مثال محکم کردن یا نمودی چی رفته است در قرقیزستان چه بگم یا نمودی خیلی سیستم دیکتاتوری رفته است ایران باید فهمیده شود چند نمود کانال رادیو مثال بلاگرای یوتیوبی که بودن که بلاگرای بودن چند نمود штраф کنن محکم کنن مثال вообще چه айпайн بودن در این چی کارو رفته است برای چی چه بگم مثال که دلنش как میبینیم در مثال هر یک آدم در زندگی هر چیز مثال ممکنه دیدن میبینیم در چند 4-5 سال پس може быть قرقیزستان که همین سیستم خطیمیره може быть نمیدونم ممکن که دیکتاتور میشه برای چی ای هازی ملت قرقیز уже فهمیده استن чувствовать کسان که что-то دولتشون مثال خیلی عبرت چه بگم میفهمه میدونه خلق شاید کمک میکنه چقدر باشه کم هم بسیار هم کمک میکنه نه که سیستم دیکتاتور уже سر شده ای هازی представить میکنه یعنی این حال قرقیزها به همین سیستم روبرو شدن ولی توانستن باز انقلاب کنن، یعنی اونها در انقلاب کردن ماهرن ولی ما ماهر نیستیم، ما بازم اونها هر کار میکنن نمیکنن که باید یک پیش از همین جونی بیگ یک کار کردن در جونی بیگ وقتی پرزیدنت بود یک حرف زدن قرقیزها در روسیه بودن اون زمان گفتن که ما زمستان میریم انقلاب میکنیم، واقعا برگشتن رفتن انقلاب کردن، گفتن که این مردم واقعا در حرفشون ایستادن، همون جوانایی که اونجا بودن ما زمستان میریم میره سر چشم میبینیم، واقعا برگشتن رفتن انقلابش کردن. یعنی وقتی که ملت این گونه فرزندای بیدار داره واقعا میتونه اون کار بکنه، ولی ملت ما متاسفانه بعد از همین جنگ شهروندی اونقدر ترسان شدگی است که خب ملت ما همین مریضی چاپلوسی و مریضی شخص پرستی را بیشتر در وجودش داره، ای از امروز و فردا نیست، یا 100 سالها پیش 1000 سالها پیش بودگی است. و متاسفانه این چیز باعث گشتگی که ما و شما در این حالت قرار میگیریم. برادر عزیز اگر اجازت باشد چی کنیم دیگه، من استرس خارج شیم، اگر آخر سخن چیزی گفتنی باشه بفرمایید دوست. بله خیلی خوب کردن که ما چیکار که ملت قرقیزستان مثلا چیکار بگم یک گپ هستن در گپ گفتگیشون مثلا توش مثلا همایا حق گپ میزنن مثلا یک دیگرشون میفهمن آواز میتن بعد پگاه مثلا یک روز پس همش جمع میشن
Ось مثلا современное через телеграмش я مثلا як смс که یک نقطه که بنویسونی فقط همه جمع میشه. بله. و چی گفتنیم در بین خمون توجیک مثلا ملت خمون توجیک ما برای چی یک جا نیستیم یکمش که یا با یک جا شدیم ما کمک ما در کره کمک چی کمک مولوی همین شب و روز کمک مولوی ابیزت در کره هر یک مخالف و هر یک مثال شرمار توجیک کمبودی سخت داره هر یک مثال کمک مولوی در کره برای چی به کمک مولوی مثال یگون کوری چخه بگم یگون کوری مثال همین پیشروی سیاستی را پیش برده نمیشه ما почти میلیون تا مثال میلیون تا مهاجر میلیون تا درو بیرون خلق خمون داریم نه که در بین ما چندین هزارا مثال بیزنسمن و مثال چخه بگم آدمایی هستن که خیلی مثال در همین سیستم کار کردن مثال میتونن پول دارن سوم دارن مثال زندگیشون 100% رفته است اگه گفتی چی مد روز زوید نمیکنه مد پلیوا در همین شونه یک انمی ما را عقیب کرده که ما باید در همه سیستم باید یک جا شده کمک مولوی کنیم کمک مولوی قطعی راه آدم هوی میشه میتونید در همین مثال همین روز همین قدر سوم اگر پرتاق شود در هر یک مخالف فر نداره مخالف در پشت پرده پیش پرده و چی کارای بود میکنه همین شب و روز کمک مولوی پول موقتی به این خطی هیچی عوض کرده نمیشه اون پولی که او یک توجیر یک کسی پیدا باید شود که بتونه یک روحی را رویش کنه همین یک از اساسویی که ما متاسفانه امروز زمینه تنگی مخالف به میان آوردیم اساساش همین پلی مهاجر مهنتی را گرفتن است که چیزی که باعث گشت که متاسفانه بیشتر مردم فرار کنند دورتر بروند چون مردمی ما مردمی است که باید براش بیشتر دوده شود از اینه که گرفته شود متاسفانه همین گونه است و همین خاطر ما باید کوشش تلاش بکنیم که بیشتر تاجرایی که میتوانند سهم گذار باشند که بتوانند نه فکر که یک مهاجر مهنتی 100,000 روبل بپردازه مثال میگیریم و 100,000 روبل چی تغییر پیدا میکنه و یک مثلا تاجر پیدا میشه میبره مثلا میتیه $1,000,000 چی تغییر پیدا میشه الان اون تغییرات داره به همین خاطر او پلی که یک مهاجر میپرتویه اون همون یک پلی است که فردا 1000 روز مثلا یکی از اساسایی که امروز کسی ما را به هیچ اتهام زدن نمیتونه این اساسایی است که هیچ وقت از کسی در جای ملک پول نگرفتن ولی میبینی که بعضی ها را هر روز در هر رسانه و هر جای یک لطمه میزنن چرا چون میگه تو از مردم پول میگیری به همین خاطر بهترین کار بهترین روش این روشی است که با برنامه‌ای که یک حزب مخالف و یک مخالف خودش با برنامه داره باید تاثیر بگذاره که یک تاجر برویه و یک تاجر براش سرمایه گذاری کنه که بیا ما برایت مثلا برنامه نه من شما رو گفت کردم بله بخشش ما اوز در بین گفتم برنامه براتون توجیر میدونم چی گفتم همین تاجرایی که تاجر میگم حالا صداست بخشش شد همین گم چی گفتم تاجر میگم همین تاجر میگم سوداگرایی که مثلا بیزنسمنی که خمون داره ملت خمون توجیک پر نداره توجیکستان در کجایی که باشن در آسیا در اروپا در آمریکا در توجیکستان یگان تای در فکر همین مخالف در فکر همین چی نیست یگان تاش اگر همو میشن در همین فکر کو هر یک تای مثلا میبرمات حتی مخالفایی که سیتن در رو هستن کار میکنن در فکر همین رو دارن میرومد مثلا یک کمک میکرد یک یوردان میکرد مثلا یک برنامه روشن‌تر میکرد یا استودیا میکرد مثلا یگان کاری میکرد که مثلا همو روشن‌تری همین سیاستی همین مخالفی با بیشتر میشه یگان تایوای در فکر وایون نیست در فکر نمو شما نه فکر خلق میشه فقط در فکر خودشه ویا ممکنه که ترس دارن میترسن ای ترسون شو مثلا همین عقب شینشون ایاری همین ایفهمیدی برای ما عقب رفتن شما فکر نمیکنید که شاید تو امروز یک مخالف نتوانست از خانه بگردونه یک مثلا توجیر را که توجیر بتواند مثلا او را سرمایه گذاری کنه فکر نمیکنی که تو امروز یک مخالف نتوانست یک برنامه داشته باشه که اون برنامه بتواند متأثر باشد که همون توجیر تأثیر همین برنامه به او برسه و او بیا سرمایه در جای بپردازه و چندین سبب‌های دیگری است که من نمیخوام اسم ببرم که شاید بعضی‌ها برنجن ولی هست چیزهایی که سببگور میشه که یک توجیر نمیاد سرمایه بذاره به همین خاطر
باید ما اهمیت بدیم که چی چیزها میتواند یک تاجر رو جلب کنه، نقشه، برنامه، استراتژی و چیزی که میتونه اون رو جلب کنه برای سرمایه گذاری. ما تو امروز ندیدیم برنامه معینی که میتواند یک تاجر رو جلب کنه، ندیدیم این چیز رو، یا که یگان گفتگویی رو در این مقطع در یک رسانه مجازی و برای چیز پیشنهاد کنی، فکر میکنی که این به اون دوش تاجر میرسه، نقشه و برنامه و جلب کردن اونو در زندگی واقعی صورت میگیره، نه در زندگی ویرتوالی یا که مجازی. برای همین باید نقشه ها دقیق کشیده شود. من تو امروز همون نقشه هایی که یک کس میتونه مطمئن بسازه همین گونه نیست، متاسفانه نیست. سببش خیلی زیاد است. بعضی ها رو ما خودشون ندیدیم که یا مثلا یک نفر شاید نمیفهمم چند هزار شد از پاهاش مثلا لغزیدن دیگه، یا که یک تعداد خودشون سوم دارن، امروز سوم دارن به جای اینی که بیان خودشون سرمایه گذاری کنن، برعکس با سرمایه را جلب میکنن به جیب خودشون میگیرن. بعد هزارها چیزای دیگه که سر راهی چیزا میگیرن. برای همین او راهی که تاجر جلب کنن نیست. فقط برای همین من میگم بهتر خوبترین راه این سرجمعی مردم است. اگر مردم دربار یک نفر اتحاد سرجم شود، مطمئن باش که این تاجر خودش پیدا میشه. مثلا زمانی که ایزد امان در روسیه برآمد مهاجرای مهنتی را کمک میکرد، او قدر دارایی که در روز جمع میشید و در زمان کرونا ویروس از کجا بود همه اونسون؟ فکر میکنید بسوی مخالفای و بسوی مهاجرای توقع این کار انجام میشد؟ نیست 100%. اون تاجر بود که اوجه سرمایه گذاری کرد. بعد از اون ما دیدیم که چندین تاجرها رو هم پسر شد، مشکلات ایجاد کردن. و به خاطر باید نقشه و برنامه و مبارزه عملی باشه که یک تاجر عملا بتونه با کسی کمک بکنه. دوستی گرامی، بله خیلی خوب کار. یک دقیقه دیگه با برادر میفهمم وقت شما خیلی خوب هست. چی گفتم؟ خیلی خوب کار کردید. همه موضوعی که شما نمیدونم در بین 5 دقیقه شما گفتید، سخن گفتن که باید مخالف خودش باید مثلا همین راه کار کنه، باید مثلا خلق سرجم کنه، کار کنه. و همیشه راه ده شما مثلا هستید هر مخالف کم و بیش یک کم تر مثلا چه بگم سواد مثل با عقل همی روشنتریش همی سیاستیش در همی زمین در همی شب و روز خیلی بیشتر است. مثل اوپد میده، مثل اوپد داره. باینی چون شما مخالفا یگون کار کردن نمیشه. برای چی؟ یک دیگری منکرسی و در یک دیگری منکرسی و میفهمونه مثل در همی باینی چی؟ تو که مثل همی کار کردن نمیشه. این کار باید در بین شما شو، نه در بین مثل دیگه مهاجر و پشت اکرام. برای چی شما هر باری که میگن مثلا سیاست روشنطوری یک کسی بدور کردن در همین راه خستن، یا باید مثلا یک مخالف دیگه میبره میگه کمبودی در باید یردام کرده شو، پول مولوی شو، باید یک مبلغ ایج جمع کرده شو. همین را بین خودتون باید اولش که مثلا چوت که یاسنا باید مثلا ارشاد کرده شو، بعد کاری دیگه که کردن. یگون سیاستی سریوز بین مخالفی بازی ندیده است. اما رومی مثال اگر بگم محمد اقبال برادر محمد اقبال برنامه‌اش بودسته او آدم هم خطونیسته هم خکدسته اول زیاد دیگه مثال نمیشه. خودش مثال میفهمه که 100% حرفای خود دقیق است. ولی من برها گفتم و میگم که ما ان شاء الله همینین که به خلاصه خواهیم اومد رسید و در این شکی نیست که تمام احزاب‌های سیاسی هم راهبراشون هم اعضاهاشون الکی به این خلاصه اومدن رسیدن که بدون اتحادیه ما هیچ کار نمیتونه. و این آخرای وقتا است که شما پراکندگی مخالفا و یا اینکه حالا در یک جا حرفای مختلف بین اونها میبینید. در کوتاه‌ترین فرصت این سردی ها از بین میرود و یک نرمی های با مابین خواهد اومد. این یکم مسئله دوم، مطمئن باش که این کسایی که امروز یک مقدار پولی کم میگیرن و بین ما گفتگو نیست، اینا را حل خچه پیدا میکنه. ولی به هر حال هیچ کس دیگر رو مجبور کرده نمیتونه. من را هیچ کس مجبور کرده نمیتونه از مردم پول بگی و من هم هیچ کس دیگر رو نمیتونم بگم که انسان از انسان ها پول نگی. خب شاید او یه برنامه داره که برنامه او با پول مردم تعلق داره. من نمیتونم او رو مجبور کنم که برادرت هم کار نکن. خب میگه که من نکن بیو من مثلا اینقدر سمتی. شاید مثلا من خودم توانایی ساختن ویدیو، توانایی ساختن کارتینگ، توانایی مثلا چون این علم ها را دارم، من میتونم برای برنامه خودم همه کار انجام بدم.
یعنی هیچ کس نیاز ندارم. در بعضی حالت‌ها خود چیزی کوچکی است که زیر دست انجامش میدن، ولی بعضی انسان‌ها شاید همین بی‌پروایی کوزی آقای همیشه از ماش بستن یا در کازی گفت که ما هیچ کس نیاز نداریم، هر کس با کار بوری خودش правильно. مثلا کسی که چیکار میکنه مخالف که در اروپا شما باید مثلا کوردور هم میستن یا چی الان بی‌پروایی یکدیگری الان خیلی دور کردن میگیرن. بی‌پروایی مثلا مخالفی برای همین ما اهمیتش نمیدم. مرا گوش کن برادر، من مجبورم ممکن است سیاست شما در اروپا بین شما نمیدونم چی گپه لیچ مثلا کاربر شما لیچ من نمیدونم نمیفهمم. میدید وقتی که شما همین راه در برآمدین لیبا یا جوشیدن در کار لیبا کاروش یا کاری کردن در کار کی یا روشن‌تر مثلا سریوز مثلا سریوز چخب یک برنامه کردن در کار کی با گفتستان در دیگه برنامه‌ها ما اشتراک کردیم که وقتی که این طرف شما سیاست روشن مثلا سیاست مثلا چخ بگم یگان мотивация نداره در خلق پشت اکران یک تا شما برو گپ بزنید یگان چی علیش نمیشه یگان چی izmenit هم نمیشه همین یگان چی نویگری هم نمیشه الان که اکتیویتی کدام بگیرین برادر من طولانی تر نکنیم برنامه رو چون زیاد از 2 ساعت میشه من یک کار دیگه ای دارم باید برم ولی به هر صورت من یک چیز برای خودت برای کسایی که این حال میبینن من یک چیز مطمئن من هیچ وقت من به خودم وعده دادم با وجدان خودم هیچ وقت به ملتم دروغ نمیگم دیگر هر چی که هست راست خواهم بود و راست خواهم گفت و راست خواهم رفت اگر این میتونه برای مردم کمک برسونه که روحیه بلند شود من بسیار خوشحال میشم. کسی را میرنجونه و یا کسی را ناراحت میکنه یا رویش از بین میبره من متاسفم ولی من واقعیت میگم به راه واقعیت پیش میرم و هیچ وقت از این دست نمیکشم دیگر و بر اساس همین من تمامی برادران را از نزدیکم زنگ میزنم و براشون صحبت میکنم و همیشه کوشش تلاش میکنم که ما با یکدیگر باشیم. من با همه برادران تماسم با هیچ کس با همین بچهای گروه بیچاره که من با صلح قدشون بدم خب نفهمی و یا بین ما بود ولی بازم من هر کسی همینا اگر زنگ بزنم و خودم در همین عید گذشته من به همه همینا رو پیام خودم تبریکات پیام روی کردم. این به معنی ترس به معنی نوچیز بدن نیست به معنی احترام به معنی اونی است که من همه اونها را همچون یک مبارز قبول دارم و احترامشو دارم بله شاید در بعضی از موضوعهای خیلی کوچکی من اختلاف داشته باشم اما این نباید باعث بگرده که من باید از همین راهم بر بگردم این باعث بگرده که من دیگه مبارزه پیش نبرم این باعث بگرده که دیگه باید من در مقابل دیگر رو حرف بزنم این حرفا وجود نداره. هر کسیش که مثلا از حد میگذرونه و یک رسانه‌ای که یک برمیریم روبروش میشینیم میفهمونش یا یک دنختهش مینویسه که خب جایش رو بگیره من فهمیدم که برادر در شما را بخشش پسته دم اوکرا سخن میگم میبرم میفهم خیلی وقت شما را کوتاه کم است همین قش فهمیدم که همین لیج به مثال همین تریتوری تاجیکستان و روسیه هوی بخره اروپا بروا همونجا مثال پشتیبانی شو مثال چخه همو گراژانس پاسپورت قاورو بالاشو بگیره بروا تمام همین که فهمیدم که یگان تا سریوز مخالف مثال هست من نمیگم نیست هست همین که هست که پشت زندگیش پروی دیگه چی را نداره در همونجا свободно مثال هست свободно مثال چخه بگم گشتا میتونین داکومنتاتون گرفته میتونین رنگ رسته مثال ظلم خیلی نیست همین که فهمیدم که باید هر یک مخالفی که هست همین 90% مخالفایی که هستن همین کاری مثلا کاغذ داکومنتاشون گرفتگان اپ زندگی شما 10% مونده همین شما خودتون همون کی مونده همون گروه 24 کس دیگه برادر محمدی بول یکی عبدالخلیل برآمد رفت اپیزین پس زندگی شد برای هموای بوده سانگو برادر لیبا همین کار دا یک دوشیدن در کار مجبور شو کنیم اخی ببین نمیشه و کسی را اجبار کرد یک راه است ما بعد راه نیاز داریم من 10 بار گفتم باز میگم یا اینه که راه انقلاب مردمی و یا راه انقلاب نظامی برای انقلاب مردمی اگر که مردم میخواهن همچون یک مثلا نظام برادر انقلاب مونوسو یا اولش که سیاست بیدار کرده شو بین مخالفا برنامه کرده شو با انقلاب باز ما 5-10 سالگی وقت داریم برادر به خدا قسم در زمانی که در بدخشان ضد خور صورت گرفت همین مخالفا اومده بودن که اگر راه و زمینه براشون ایجاد شود در مدت 1 ساعت اتحاد شود ولی زمینه بازگشت براشون همون زمان ایجاد نشید
این اتحادچوی مخالف سخت نیست. فهمیدم برادر. یک ساعت قسم یک من نمی حوزی من مطمئنم که اگر این زمینه ایجاد شود که در تاجیکستان ما بتونیم تاجیکستان بدرویم به هر راهی نباشه، باور کن هر اختلافی که بین ما وجود دارد در یک دقیقه از بین میرود. مطمئن باش این اختلافات جزئی است. بله شما خیلی خوب کار کردین. ما مثلا درباره چیزا نمیگم. یا لحظه من یک چیزی مثلا بین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 یک رنجش خیلی کوچک است. مثال میگیریم نهضت اسلامی تاجیکستان در زمانی که گروه 24 از انجمن خارجی 12 نوشت و یگون مسخره کرد در رسانه‌اش که در اوج شوکت مثلا یا که یک رسانه دیگه داشتن اولو از بین رفت، در همون رسانه ها همه حرفا رو نوشتن و حرکت سیاسی گروه 24 بر اساس که اونو دخالت میکنن در جزئیات داخلی حرکت سیاسی گروه 24 یک قطعنامه نوشت که ارتباط ما با همین قطع است. یعنی بر اساس همین از بین بردنش قدر سخت است. همین قرار بر اساس یک اشتباهی شاید شوکت باشد یا که کسی دیگر باشد که شاید چاپولیسی کردن از کجای در کجای دیگه و این باعث گشت که سردی ها در مابین مثلا 10 حزب میون بیاد که 7 سال میشود بر اساس خطای اشتباه یک نفر همین کار ادامه پیدا کرد و این از بین بردنش چند یک دقیقه رو است. چرا؟ چون بر اساس یک چند حرف کوچکی این به میون اومد. شاید شوکت امیر خودسرانه کرده باشد، شاید مثلا دستورش رو از محیدین کبیری گرفته باشد. این بر گروه 24 نوروشن است. اینا باید روشن کنه. روشن اینا کی میکنه؟ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نه خود شوکت. ولی همین همیشه در اساس یک گفتگوی خیلی کوچکی به میون اومد که مثلا حزب نهضت اسلامی میگه که من همین کار حقوقاً ما دستور ندادم و شوکت خودسرانه همین کار کرده است و شوکت هم یک بیانیه نشر کرد که کار من خودسرانه کردم، ولی شوکت بعداً خب بگه من خودم این کار خودسرانه این کار میاد حلش از بین میره، ده حزب هم با هم اتحاد میشن. خیلی ساده است. یعنی در اینجا کسی را قتل نکرده است، کسی را کشتار نکرده است که بخشیده نشود، یگون حالت دیگری. این چیزا جزئی ان. به همین خاطر وقتی که من میگم که مثال ما میتونیم در یک حالت خیلی کوتاه اتحاد شیم، این همین است. چون بین اینها حرفای بزرگ کلان به میان ناومده است که اینو پراکنده باشن. یا اینه که بین دو کسی گشت تو ایجا باید فلان کار نکردی، من فلان کار دیگر نکردم، تو سر من فرماناتی تو خب بیای در یک اتحادیه همه در یک حقوقهای مشترک با هم باشه، تمامی را یک انجمن دیگه تشکیل میکنی، همه می حقوق برادر عبیدالله یک سخن در بین میاد یک من فکر خمای همین مثال چی گپی که بین مخالفا میشه همین کیده در کاره نه هیچ کده در کار نیست. چی فایده داره هم در شما هم در مثال ملتی که مثال پشت اکران است چی فایده داره؟ هر یک تایمو اگر بستیم کلی ابسوردات کنیم کو برادر یگان وقت هر یک گپ سخنی که مثال گفتگی پشت اکران پیش اکران روی آدم یگان وقت تماشایی نداره. این مخالف باید کم ترک مثال سیاست مخالفی داشته باشه. این مثال چیکار بگم؟ ما شما را میفهمم. مثال ما شما را میفهمم. یک نمونه مثال برات زدم که این تو دیده که ما بوری در همین مسائل اختلافی دخالت نمیکنیم و هیچ وقت هم از مسائل اختلافی که داریم بر رسانه ها نشر نمیکنیم و نمی حرف اینا نمیزنیم. ما در این موضوع صحبت از طرف من همین سخن در جنبه برای سخن چیزایی که سوال ها به میان میآید باید ما یک واقعیات ها را بگیم که یعنی اتحاد شدن مخالف وابسته به وضعیت تاجیکستان است. اگر که تو خودت فکر کنی که آینده مخالفا با پراکنده نمیشن اولی با ده ها حزبک و حرکت‌های جریان‌های دیگه به میان میاد، این به معنی اونی نیست که آینده نمیشه در تاجیکستان هیچ کاری کرد. من شما را خیلی فهمیدم. من شما را اگر فهمیدم. چی گفتنیم؟ مردم اتحاد میشوند. چی گفتنیم؟ آدمی هست که بین شما در همین کاری غجدیر همین هر خی گپ و پره همین کار کرده است در همین بین. کدامی هست بین مخالفات که یک تنه چند آدمی هست که همین کار کرده است که باید یک شدن در کار نیست. فهمیدی؟ انا چه بگم؟ اما آدمی که همین لیچ نمیسال همین دیویژنی که بین مخالفات کرده است که یک دیگر بری رو دیگر چه بگم؟ اما تویست گندگی بین مخالفات میشه. انا آدم یفتن در کار. خودش مثال اول میگن کو بفوره که مثال سیاست پیش بروه و مثال اول دروت توزه که فهمیدی؟
بعد مثال دیگه آدم میتونه که سخن گفته سیاست مثال نشان دیگه آدم بیدار کنه. значит بین مخالفات هست آدمایی که چیکار بگم خیلی همه هر کی دیویژنی که میگن مثال بینشون میبرن آدم یافتن در کار آدم پوزا کردن در کار بین مخالفات. حتما ان شاء الله برادر زنده و سلامت باشی برادر گرامی. زنده باشید. تشکر با خدا ان شاء الله دیگه برنامه اشتراک بعد میتونیم صحبت کنیم گوگو. زنده باشین برادر. زنده و سلامت. حالا بخدا. دوستان گرامی و هموطنان عزیز ما خیلی زیاد صحبت کردیم. تقریبا 2 ساعت میشه در بخش مستقیم. ما هم خسته شدیم، شما هم خسته شدید و موضوعهای ما معین بود و ما در موضوع هجرت صحبت کردیم که وضعیتی بچهای کروکوسیتی واقعا در یکی اتهام کرده شدن بسیار از اونها متاسفانه امروز وضعیتی بدی قرار دارند، مخصوصا کسانی که ماشین فروختن در اونجا اتهام کرده میشوند، کسانی که خانه اجاره دادن اتهام کرده میشوند. حالا هزارها ارتباط های گوناگونی که شهروندان جمهوری تاجیکستان در این حمله متاسفانه اتهام زدن و این وضعیت بسیار وضعیتی وخیمی است که ما در این موضوع امروز صحبت کردیم و دوباره برگشتیم به موضوع مشکلات مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان که این هم بسیار یک موضوع خیلی وسیعی هست که سالها میشه در این موضوع صحبت کرد و ما مخصوصا این موضوع را بر اساس صحبت‌های رئیس ولایت سوخت و رئیس کمیته زمین است به نظرم اگر اشتباه نکنم بر اساس صحبت‌های اینها ما دایر کردیم، چون در این موضوع در هفته گذشته در همین هفته در روزی جزئیاتی که در نشستی 6 ماهه اخیر مبین سال داشتن بیان داشتن و ما ایره بررسی یعنی خواستیم تحلیل کنیم و بررسی کنیم صحبت‌های اونها را تو ببینیم که اونها به این ملت و به این خدمت و به این کشور چه خدمت میکنن و چه حرفای حقیقت میگن و چه حرفای دروغ میگن. ولی خوشبختانه زیادی از حرفایی که در اینجا زده شد و اون دروغایی که از جانب این رئیسان گماشته گفته شد آشکار کرده شد و امیدوارم که مردم و ملت از این چی برای خودش، برای آیندهش و برای بهتر ساختن تفکرش برداشت کرده باشد، گرفته باشد و امیدوارم که ما بتوانیم مفید باشیم در جامعه برای ملت و سرزمین خودمون و هر کاری میکنیم هدفمون پاک باشد، آزادی وطنمون باشد، آزادی کشورمون باشد و برای دین باشد و برای ایمان مردم باشد و برای مستحکم کردن کشور باشد و برای مستحکم کردن دولتداری تاجیکستان باشد و برای بهتر ساختن تفکر مردم تاجیک باشد که در جهان تاجیک همچون یک شخصیت شناخته شود، تاجیک همچون یک انسان شناخته شود، تاجیک همچون یک کسی که کامل حقوق باشد، تاجیک کسی باشد که دفاع کرده شد، مدافع داشته باشد و به این اساس باید باشد. یعنی این هدف میتواند پاک باشد و آینده ملت و سرزمین کشوری ما را بسازد. دیگر شما را به خدا میسپارم و وقتتون طولانی نمیگیرم. پروردگار همه شما را در امان و حفظش نگهبان باشد و شما را بار دیگر به پناه یزدان میسپارم. پروردگار همه شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.